خب بیننده عزیز گرامی دقت دید صدا و صورت به کدام شکل است تا اینکه انشاءالله برنامه رو شروع کنیم. امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت خوب است. در یوتیوب رفت و در فیسبوک هم انشاءالله که بله در هر منطقه که هستید دقت تو مشکل قبل از آغاز برنامه انشاءالله که رفت شد. بله نویسید در هر منطقه که هستید تو هر خلالی که باشد در رفت برنامه برامون معین شود که به این شکل است یا به آن شکل. خوب خوب در پادپیساتسیا کردن گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید تا اینکه بتانیم بیشتری ملت و مردم از وضعیت و حالت آگاهتر گردند تا از شیطنت های سیاسی رحمان و مقاماتش بیشتر انشاءالله که آگاه گردند. هر چی قدر که ملت آگاه میگردد همون قدر به منفعت کار و به منفعت مبارزه و به منفعت آزادی ملت انشاءالله که تمام می شود. همون خاطر هر چیزی که از دست ما و شما می آید باید بیشتر و بیشتر زحمت خودمانه انشاءالله که بکشیم. خوب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگوییم که امروز هم در یک از روزهای خیلی گرم تابستانی که حرارت در داخل کشور هم خیلی بالاست، واقعا هم از داخل کشور زنگ بزنند و از وضعیت آب و هوا که پرسان میشویم خیلی هوا گرم و در اروپا هم واقعا هم هوا خیلی گرم است که امروز هم زیر دمای 40 درجه میرسد و واقعا خیلی گرمی است. خوب در خدمت شما قرار داریم. الله سبحانه و تعالی در این هوای گرم دلهای ما را گرمتر به خودش و گرمتر به آن چیزی که رضای خالق ما و شما در آن است برساند و الله ما و شما را از جمله افرادی که
برای آزادی این ملت به وطن کار انجام می‌دهد بگرداند و پرچم و لوا یا بیرق پیروزی را در دست هر نفری که الله او را دوست دارد بدهد. اگرچه پس از برداشتن آن پرچم هر چی بالای ما بیاید، دیگر برای ما انا همان برداشتن پرچم و علم برداران این راه مبارزه الله ما و شما را قرار بدهد. واقعا هم آن چیزی که ما و شما در قبال این رژیم خانمانسوز در مقابل این رژیم واقعا هم وحشی تا امروز انجام میدهیم و نباید بگوییم که آنها بی ثمر، بی اثر، بی فایده است، و چون ما فایده ها و حالاتی که پس از برنامه ها میبینیم الحمدلله که این یکی از کرم و لطف الله است که الله توسط ما میتواند این ظالمان را و همان حادثاتی که آنها خودشان در آن یعنی به شکل وضعیتشون یعنی نه آنقدر خوب می شود که این واقعا هم یکی از موردهای خوبی هست که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله افرادی که تاثیرگذار در حالات و وضعیت‌هایی که این رژیم را قرار می‌دهیم گردانیده است. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه‌ای که عنوانش را گذاشتیم جنازه ها پیام آخرینند. آیا امام علی رحمانو پند میگیرد؟ البته یک مثالی که حتی بارها و بارها از زبان رحمانو شنیدیم که ما در سرمون آهن گرفتگی نیستیم، یعنی ما هم یک روز میمیریم. یعنی این سخن خود رحمانو است و همه ما و شما هم این را شنیدیم و دیدیم و میدانیم که امام علی رحمانو در چندین سخنرانیش در این قضیه صحبت کرده است و گفته است که ما در سرمون آهن بستگی نیست و ما هم مردنیم. یعنی این دلالت بر آن میکند که از میرنده بودن خودش رحمانوف آگاه است. اگر چندی که همه میداند که میمیرد، ولی رحمانوف آگاهانه این گپ میگد، نه اینکه غیر این آگاهانه یا اینکه نفهمیده این گپ بگه. نه، چنین نیست. رحمانوف آگاهانه و فهمیده یعنی که این قضیه را یعنی که گپ میزند. پس این دلالت بر آن میکند که وضعیت و حالت امام علی رحمانوف روز به روز یعنی به همون جایی که باید کار انجام دهد الحمدلله یعنی کارش انجام داده است. چگونه کارش انجام میدهد؟ یعنی باید که شخصی که آماده مرگ هست اون باید بداند که چی کار میکند. یعنی اون باید بداند که یعنی که چی وضعیت و چی حالت یعنی او را انتظار است. ولی امام علی رحمانوف باشد باز هم همان قضیه و عملهایی که تا امروز انجام میداد و انجام داده ایستاده است، هیچ تغییرات در یعنی امام علی رحمانوف دیده نشده است. که این خودش دلالت بر چی میکند؟ این خودش دلالت بر همان شخصیتی کی بودن رحمانوف میکند که همیشه و همیشه در مقابل آنچه گفته است و آنچه که میگوید یعنی عمل کرده است. این واقعا هم یک پدیده خیلی بد است که رحمانوف انجام میدهد و تا امروز در مدت 34 یا 35 ساله که امام علی رحمانوف در قدرت است ما به خوبی میبینیم، ما به خوبی آگاهیم، ما شاهدی حادثاتی که در کشور میشود هر روز هم از رسانه ها، از صدا و سیمای کشور و از یعنی شبکه های اجتماعی از وضعیت و حالت های مرگ و میره که در اطراف رحمانوف صورت میگیرد از آنها آگاهیم. اگر از آغاز به قدرت رسی رحمانوف دقت دهیم میبینیم که سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف با امر خودش به قتل رساندن ولی مردن. درست و چقدر کماندیر و افراد دیگری که به دست خودش کشته شدند خب دیگر معلوم است که کشته شدند و چقدر افراد دیگری در اطراف رحمانوف بودند که رفتند. منظور از افراد غیر سمیکه یا عائله خودش همه مرگ همونها را دید که البته با مرگ های طبیعی رفتند. همه همونها را رحمانوف با چشم سر دید و از مرگ همه آنها یعنی آگاه بود و فهمید و دید و
از همه آنها خوب دیگر وقتی که یک انسان میمیرد در حالتی یعنی که برای یک انسان پند باید بگیرد که منم انسانم و منم به مانند همین جان دارم و روز روحی منم گرفته می شود. پس باید فکر داشته باشد که من چی کار باید انجام دهیم، انجام باید پذیرد از طرف من عملی بکنم تا اینکه آینده دستگیری آن داخل قبر و آن جایی که نه میلیارد، نه تلک و نه مرمری، نه دوشنبه سیتی، نه خانه های دکدنگ، نه قصر ملت، نه هواپیمای 99 میلیونه، نه یگان چیز سودت نمیرساند جز عملهایی که انجام داده. الموت یأتی بغتة و القبر صندوق العمل. مرگ می آید نابهنگام و قبر هم صندوق عمل است. صندوق عمل هر یک کدوم ما و شما یعنی که زنده جانیم و کل نفس ذائقة الموت، هر یک زنده جان مرگ می چشد. ولی ما و شما که زنده جانیم و چشنده مرگ هستیم در این میدونیم هیچ انسان یعنی که تو ابد زنده نمیموند و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تنها و تنها باقی میموند وجه الله سبحانه و تعالی. دیگر همه یعنی که نفسی که هست هالیک، رونده، زوال، از بین رونده هست. و چنانه که حضرت علی میگه انسان عبارت از سه چیز است و اولش از یک آب جهنده معلوم است و میانش عذیره هست و نهایتش جیفه هست و انا همین سه چیزی پلید است. آیا همین سه چیزی پلیده؟ میتونیم اعتراف کنیم که ما و شما خلقت و آفرینشمون از یک آب جهنده و ما بینمون حاضر ما بین ما و شما در شکممون چی است دیگه میدونیم. اون چیزی که میخوریم، اون چیزی که اگر شکم رحمان و فکر که پدنالت چند تک چغدگه اوشکم در درون اوشکم چند اخلاط الله لعنتش کنه. خودتون فکر کنید یک اوشه یعنی که آب جهنده کیبو نو معلومه رحمانوف اما بینش معلومه که چند چغدگ پدنالت اخلاطه و اخیرش یک یعنی جسد خودبوی خودمرده ای همی که مرد رنگ دیگه آدمو 3 و 4 مدت خلده نگنه برای نمیموننش همین رخش تغری میکنن تیز برام پدنالت به تپنش. خب اگه عملش مون باقی همون چیزی که انسان از همون پلیدی ها، از همون چیزهایی که از آب جهنده آفریده شد مابینش عذیره و آخرش یک جیفه است و انسان از همین سه چیز چیز برتریش میدهد که او انسانه که واقعا هم آن هدفی که الله به خاطر عبادت آفرید انسانه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان یطعمون. من انسان آفریدم مگر برای عبادت و من از آنها طلب رزق نمیکنم و خداوند خودش صاحب قوت و متین در ادامه آیت میگه. ما و شما مثلا انسانیم، فرزند تربیت میکنیم، میگه ان شاء الله فرزند من کلام میشه و فرزند من یگان کار میکنه خودش میشه و عزت فرزند تا میخواهی. بعد فرزندم یگان چیز شید اگر که من پیر باشم و نتونم یا یاردم کنه که مردا بیشتر نمیگن زنا بیشتر به همین فکر هستن. مردا هم وقتی دیدن دیگه ناکام موندن چیز یعنی که میخواهند که فرزندش یعنی که نامبردار پدرش باشد. درست ولی الله سبحانه و تعالی از ما و شما رزق طلب نمیکنه. رحمان آماده ای که بچه شمانه تا اینکه بازم دولت پیری برانه بازم ادامه به ظلم کنه یعنی که تا مردن شد لعنتی. ولی ما و شما باید بدونیم که یعنی همه ما و شما هدف از زندگی یعنی فرزند تا تربیت کردن تا اینکه بعد از خودت یک چیز بجا بمونی و او دستگیری پدر و مادر شود. درست ولی الله از ما و شما اینه نمیخواه. الله که آفریده است من رازق ما، خالق ما، از دهنده ما، از ما گیرنده، همین چیزها یعنی که در دستی بلا کیف الله هست، در قبضه الله هست. هیچ کسی را انکار کردن نمیتونه. حتی حاکمیتی که در دست رحمانوف هست یعنی زیر اداره الله و زیر سیطره الله هست. درست اگرچند موقتا در دست این دو دستش تا اینکه حکومت برانه و این شکل نیست که این حاکمی مطلق و هر چیزی که بخواهد می شود
و تا آینده هم همین قدرت باقی میماند، چنین نیست. این هیچ کس نمیتواند بگد که قوت و قدرت ابدی در دست رحمانوف است و اون در قبضه آهنینش 35 سال که هست بازم باقی میمونه و ادامه دهنده همین یعنی که حاکمیت رحمانوف است. جز رحمانوف دیگر امکان ندارد یگان. این خیلی نیست. چرا؟ چون که این موقتی است. یعنی سلطان یا پادشاه یا پرزیدنت یا حاکم بودن مدام العمر نیست، ابدی نیست، همیشگی نیست، زوال دارد. چنانه که انسان یعنی تولد می شود در حالت خردی و از خردی یعنی که بزرگ می شود، چنانه که الله سبحانه و تعالی خلقت انسان را در داخل شکم مادر بیان کرده است، به کدام شکل به کدام حالت، از گوشت، از خون پاره به گوشت، از گوشت پاره یعنی که به عظام، بعد از اون به طفل، بعد از اون به دنیا می آید، بعد از به دنیا آمدن خوب دیگر بزرگ می شود تا اینکه می رسد باز هم به ارذل عمر. ارذل عمر دیگر نهایت همون مطاف یا نهایت حیات همون انسان است که از داخل بطن مادر یعنی که خارج می شود باز هم می رود می رسد به ارذل عمر که به نهایت عمر. و رسول اکرم همیشه دعا کردند که خداوند منه به ارذل عمر نبر، یعنی عمر من طولانی زیاد نکن که یعنی که دیگر ناتوان باشم، دیگر وضعیت زندگی من به این شکل یعنی از ارذل عمر رسول اکرم بیشتر دعا میکردن و نهایت نیک همیشه دعا میکردن. یعنی نهایت نیک انسان نماز میخواند، روزه میگیرد، عبادت میکند، کار خیر میکند، ولی نهایت عمرش یک نهایت خیلی بدی است، بدون کلمه از دنیا میگذرد، بعضی از عقیده های بد در او پیدا میشود. یعنی کارهایی که ارذل عمر انسان اگر زیبا بود، اگر آغاز عمر زیبا بود، اگر ایمان داری تو در نشأه جوانیت بود و اگر انسانی که در جوانیش یعنی که اون ایماندار بود، پس او هرگز در پیریش دیوانه نمیشود. اینا جوانای عزیز و گرامی با دقت بدانید که جوانی که در جوانیش ایمان داشت و به الله ایمان آورد و به مقتضای آن چیزی که الله فرمود عمل کرد، پس اون در پیرانسالیش در کهولتش دیوانه نمیشود. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی. همیشه و همیشه یعنی که ایمانی که جوان دارد و ایمانی که در جوان وجود دارد، پس ان شاء الله که تا نهایت عمر امیدواریم که اون به اون حالت باقی میماند و ایمان جوانی انسان در نشأه پیریش به همون حالتی که در جوانیش بود ان شاء الله که نگهش میدارد. چرا؟ من عاش فی شیء مات فیه. هر کسی که در هر حالت زندگی کرد پس در همون حالت از دنیا میگذرد. در جوانش کنجنبون بود، رقاصه بود، نمیدونم کارتیاشنیک بود، دزد بود، عرقخور بود، زیناگر بود، بدبختی کرده، گشت، نه نماز خوان، نه روزه خوان، نه گپی پدر گرفت، نه گپی مادر گرفت، یک آدم بدبخت بود. پس او رفت در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است، گر به پیری برسد گبر هم مسلمان می شود. خب این یک قضیه عمومی هست، ولی همه وضعیتی که ما و شما داریم از خلقت ما و شما که الله برای ما یعنی عبادت کردن آموخت، پس زندگی نامه از ولادت این کثیف رحمانوف تا این 72 ساله که عمر دارد، تو این 70 چند 74 75 میشه لعنت کرده الله. یعنی که با این عمر رسیدگیش یک بار شما بیستید فکر کنید که یعنی که این مرد از آغازی ولد زینا بودنش تولد شده با این حالت آمد رسید و این شما فکر میکنید که یعنی آیا از همین قدر افرادی که مردن در پیشش یگان پنده گرفت؟ نه. و یک مسئله دیگر، البته چون بیشتر من حیات و زندگی رحمانوف همیشه تحقیق میکنم، هر یک گپی زدگیش 100 بار اهمیت میتیم، 100 خیل میسنجیم و 100 خیل یعنی که در قالب میزان و آن چیزی که یک عقل انسان میتواند به اون سیطرت پیدا کند میسنجیم. تا امروز از آغازی که به قدرت رسیدگی بود، رئیس شورای عالی بود، در بعضی از جنازه ها اشتراک میکرد. در دور میستاد، رنگی سگ واره میرفت همون پول مرده و نماز نمیخوند، همونجا نگاه میکرد همون مرده را میبرامد میرفت. اینا همه شاهیدن، اینا همه میدونن، این یگان چیزی نیست که یعنی من از پیش خودم بگم. درست
و مرگی مادرش، مرگی نولدین دینی تراکتوریست و دیگر افراد، مرگی قربانبی اپش، مرگی ازبک خشتومانش، مرگی نمیدونم یعنی که همین دیگه اولادی اطرافی که هستن همین ها، مرگی حسینی دودری حسن دودری عزیز ما و مرگی یک قدر افراد دیگری که در آیلش رخ داد و همین کارها شدن. خب دیگر مرگی بچه نبیرش، بچه اسماعیل، مرگی یک قطار آدم دیگری که وجود داشت، حضور شد در جنازه ها به شکل میگویند. حضوری امام علی رحمونه در جنازه ها به شکل میگویند. اینا دقت بتید، حضور شد ولی به نمایش بگذارند، بگن که اینجا بود، انا در همین جنازه اشتراک کرد، دیگر در جنازه افرادی او اکادمیکای او یک شخصیت بزرگ است، یگون نفر، نه در لایق شرالی، نه در میدونم دیگه نام نمیگیرم، افرادی دیگری که در تاجیکستان اگر چنده با فرمان خودش کشته شدن او در جنازه مفتی در حصار بود که نامش فراموش کردم، سال 96 بود 97 کشتنش، ولی که همون حصاری را در همون جنازه اشتراک کرده است، ولی نماز خواندنش نمیگن. نماز کن نمیخواند این لعنتی، فقط در مکه برای پکازوخ فکر کرده است که این نمازی که من میخوانم لیراؤون الناس یگان معنای دارد، در حالتی که مسلمانی که ایمان دارد و برای ریای مردم نماز میخواند، نماز او مقبول درگاه الله نیست. برای اگر نمازی تو تنها به خاطر ادای قرضت باشد، اون چیزی که الله برای تو عبادت و نماز خواندن، یعنی که مسئله که کن فی سقر، وقتی که دوزختی رو میپرسیدن چی میگن؟ قالوا لم نکن من المصلین. چی چیز شما را در درون سقر جا تو داد؟ میگم لم نکن من المصلین، از جمله نمازگزاران نبودیم ما. درست؟ خوب دقت کنید. بعد رحمانوف هیچ وقت بدون پکازوخه و بدون یک شخصی که مسلمانه، لااقل اونا در جنازه میبینن، لااقل او را در یگان نماز عید میبینن. اما عبیدالله اینا مثلا یعنی و ما ادراک ما عبیدالله، برای همتون معلوم است عبیدالله تا جای در جنازه ها می اشتراک میکرد، این همه میدونن، در جنازه ها اشتراک میکرد، در نمازهای عید اشتراک میکرد. درست؟ همه میدونن. نمازهای جمعه من ندیدم، ولی وقتی در مرکز اسلامی دیدم نمازهای عید اشتراک میکرد و نمازخوانیش، یعنی که بچه بعضی شهادت میتین که یعنی نماز میخواند. این چیزایی که ما یعنی زنی محمد سعید عبیدالله یک زنی نمازخوان و یک زنی که واقعا هم الله رحمتش کنه، یعنی میگم که در نشر و کتاب های دینی همسر محمد سعید عبیدالله به وسطیت ما کمک کردگی بود که نمیدونم چند هزار کتاب نشر شده بود، ولی گفت التماس یکون کس نفهمد چون از دنیا گذشت. خب ما شاهدان الله هم باید شهادت بدیم کارهای خیری شخصی که میکنه، الله رحمتش کنه. یعنی که واقعا هم آدم مسلمان میگه ما شاهدای الله در زمینه، ما نمیتونیم بگیم که یعنی همین مسئله به همین شکل است. ولی چون این اولاد و این عائله کاملا از دین بیرونن، خدمت اینها به دین بسیار هم بد است و اینها از دین متنفرن، یعنی نفرت دارن به همین دین. نمیدونم یعنی که همون آدمی که مریم چیکار کردگی یگان ملا بوده است، یعنی بچه ولازینوی کدوم چوپونی که مسلمان بوده است، یعنی نمیدونم مریم تجاوز کرده که ای پدن علت در دین زیده ای. من نمیدونم این بچه صندوقی کدوم آدمی که نمیدونم اخی، یا که مریم یگان گفت در پیشی گفتگی که کدوم ملای شپیلی ویلیم کرد، یا نمیدونم اخی این یگان علت باید داشته باشه. یگان علت بدون علت، یعنی عبیدالله فهم همسین سال همین بسیاری از افراد همسین سال اینا در همون کمونیستی، در همون تربیه که عبیدالله در مکتب ویش اشکولا، یعنی که کپیسیس کمونیسم، یعنی که مکتب های شوروی تعلیم دید، رحمان او تعلیم ندید است، یعنی تحصیل کرده و تعلیم کرده واقعا هم کمونیستی سرسخت باشد که ما بگیم مثلا رنگ دوستیوف مثلا گذاشته ویش اشکولا پارتیون اشکولا گذاشته تر کورونست ایه یعنی که پولو پیتوخه که یکون سواد نداره ای پدن علت، ولی این حتما ابیژینیه. یعنی ابیژینی مثلا یه آدمی که تماما
از یک حالت یا آدم بعدش میبره. میدونیم مثلا ترا یک مردم یک کار میکنن، خب میدونی که ایتاری کردن من با اون مردم نفرت دارم، من ایتاری کردن، من این کار کردن. درست یکی تو باید دین خدا چی میتونی نفرت داشته باشی؟ تو میدونی که دین الله های، این دین غرمی نیست، این دین سعودی نیست، این دین حسوری نیست، این دین کلوبی نیست، این دین پومیری نیست، این دین الله های و صاحبش الله هست و قرآن کتاب خدا هست و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر اوست. دشمنی کردن به این یعنی برای تو چی میتونه که نفع بیاره؟ در حالتی که ازبکستان هم به همون وضعیت، یعنی که مسلمان هم، قرغزا هم به همون وضعیت، قزاق هم خب دیگر با از اسلام قرغز قزاق خیلی دورتره که نسبت به ازبک و تاجیک، ولی با دقت بتیم واقعیت حال همین است. مردم ازبکستان در وضعیت خیلی حالا بعد از آمدن میرزیوف قرار دارن. خب اسلام کریموف بدبینی به اسلام داشت، خب دیگر پیر کمونیست دیگر او اوتای رحمانوف اگر حسابش کنیم، ولی رحمانوف چی؟ چرا این قدر؟ خب این برای رزمشلینیه، برای فکر کردن تا اینکه هر کدومت بفهمه. اما اگر در حالتی که با مانند دوستیوف و مانند محمد سعید عبیداللهیف و مانند حیایف و مانند زیاد افراد دیگری که در پارتین اشکال یا که همون مکتبای پارتینی تحصیل کردگی بودن و از اون حالت و از اون وضعیت های درس هاشون درس گرفتن، در دیگه همون جوشیدن و یک دین افیون خلق گفته بر علیه دین مردم مبارزه بردن، چون که تربیه همونا گرفتن. ما میتونیم فهمیده که خوب دیگه برادرها همینا یعنی که به همین تربیه دیدگیان به همین شکل، خوب دیگر بفهمیم رحمانوف هم تربیه به همین شکل دیدگیه. یعنی که خوب دیگه اگر محمد سعید عبیدالله همین کارا را میکرد، من الله شاهد است میگفتم خوب برادرها بفهمه این آدم در مثلا مکتب پارتینی تربیه دیدگیه، یا که مثلا دوستیوف یا اینکه مثلا افرادی که معروف از امرشون گرفتگی هستند، اونها کار در همین یعنی که بخش‌های دوران اتحاد شوروی مکتب‌های یعنی که پارتینی گذشتگی هستند. ولی رحمانوف از این مکتب‌ها غیر از خرسوری و غیر از قروت آوردن، غیر از یعنی که مکتبی دانشگاه زاوچنی خواندن و با قروت و یعنی که تخم مرغ با همین چکه و با همین یگان کار دیگه کردگی نیست. این یگان مکتب خوندگی نیست، مکتب دشوار تربیه پته اوی چلی کلینا بوده. این ده هموجا گفته گپا غلطیدگی بر لعنتی. این یگان نمود خیلی یعنی علم دانش فن ایتری چیزا رو نمیدونه یادم. انا خودتان بستین فکر کنین که برای چی قدر نفرت داره. انا همینه. من میگم که دین خدا بوده است، قرآن کتاب خدا بوده است، محمد پیامبر خدا بوده است، مردم تاجیک مردم مسلمان بوده است. باباهای ما، نه بابای رحمانوف، باباهای ما و شما یعنی که بزرگای همین دین در این دین خدمت کردن، در امت اسلام خدمت کردن، معروفیت در دین باباهای ما و شما داره. یگان ملت دیگر و مانند بابای من و تو یعنی که در امت اسلام معروفیت ندارن، نه ازبک، نه قرغز، نه قزاق. بعضی وقتا در حالتهای اگر اسلام رسول اکرم و اصحاب اکرم، حتی علمای دیگری از عرب هم به مانند بابای من و تو در این دین خدمت نکردن. ولی هیچ کس این کار نمیتونه کرده، یگان کس این کارش کرده نمیتونه بدون استثنا. ولی یک آدم همین مردم میبرویه و زیدی همین دین بر علیه اون کاری که باباهای ما کردن، بر علیه کار همون باباهاش عمل انجام میتیه. یعنی این دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت بر نمیدونم منوخه که هر چی که میستیم فکر میکنیم یگان خیل یعنی که اصل اساس در همین نفرت رحمانوف پیدا کردن نمیتونم. یعنی اساس مثلا خوب استاد نوری هم مسلمان بود، بازید رحمانوف جنگ کرد، خلاص خیلی سر کردی اومدی تمام خیلی کشتیش زهرش دادی، مردم فریب که کشتی تمام دیگه. دین گناه نداره دیجا دین اسلام یگان گناه نداره، دیجا قرآن گناه نداره، دیجا مسلمانو گناه ندارن، دیجا باباهای ما باباهای ما میگم هم برای همین خمان گفته هستم که آدم وقتی که اصل نسبش نفهمید او امکان ندارد که بعضی آدم ها رو میگیم اینمی اصل تاست، اینمی نسب تاست، این از همینجا اومده است، اینا بابای ما اینمی بود، اینمی آدم از این منطقه به این منطقه اومد، فرار کرد اومد به منطقه مثلا کوهستانی به سر خسار اومد اینجا زندگی کرد، از دهبید سمرقند به این منطقه، از این منطقه به این منطقه کوهستان، یعنی که اومدن فرامدن به وادی ها
خب اینا باباهای ما، اینای بابام ای بود، ای پدرش ای بود، ای پدرش ای بود، این پدرش بود، انا ای بود، انا همین خیلی نسل نسبنا. ولی رحمانوف رنگ همون سلسله یعنی که حمار وره ای پدرش کیره میگفته باشه. پدرش میدونی وقتی که ما میگیم پدر رحمانوف یا عکس روز کردگی بودن، باز هم پورتریت یگون کس میبینه نمیبینه. وقتی که میگم که اصلاح در حیات سیاسی کشور تأثیر و اثری بهترین گذاشت همچون رسانه، اینا ما اعتراف بکنیم نکنیم دشمنای همین رسانه ما، افرادی که با ما مخالف هستند جانبدار رحمانوف، ولی بدونه که اگر اصلاح در وهله اول در همان حالتی که رحمان و پورتریت آتش رنگ میرسیدعلی حمدانی کرد برورد، اگر ما همونجا نمیبرامدیم نمیگفتیم عکس اصلی پدر تا ببرار، اگر نشان نمیدادیم همونجا چند مسافید دیگره که یتش نیوری یتش نیوری رحمان پدرت، رحمانی چقره پدرت، شریف پای پدرت، کیه پدرت، اینه که دیگه حالا پورتریت پدر رحمان فدا همه جا. ولی پورتریت مریم میبینی برای که معلومه که یعنی که مریم موچه شد، ولی اصل نسب نداره ای خودی. خب اصل من فهمیدیم وقتی که ما یک مسئله را میخوایم که دنبال کنیم، پس باید به اصلی همون نفر برسیم و پیش دکتر وقتی میره میخوایی که دیاگنوز بیماری تبونه سر درد داره، خواب داری، یعنی که انالیز میگیره تا اینکه دیاگنوزی تو را بمونه که تو کمخونی داری، تو یعنی که فلان مشکلات داری. انا وقتی که همین رحمانوف میخواهیم ما بشناسیم و بفهمیم که این آدم با کدام اساس به ای زن با کدام اساس یعنی این قدر دشمنی به همین دین دارد، در حالتی که خودش اعتراف میکند که من در سرم آهن بستگی نیست، من هم میبرم و این همه میدونن درست و اعتراف میکنه که یعنی که منم میرنده هم درست و جنازه ها را اشتراک میکنه. اسلام کریموف جنازه اشتراک کرد، در دستش یک کنیسپک گرفته که دویده رفت که تو در سر قبر باباموز یگان چیز بخونیم. گفته یعنی که دیروز در تشییع جنازه آیت الله یعنی که علی خامنه ای اشتراک کرد رهبر ایران. خب این یک چیزی معمولی است که مثلا رفت اشتراک کرد در همونجا، خب بود در جنازش و جنازه های دیگر در رئیسی اشتراک کردگی بود، در پرزیدنتی سابق ایران که بازم در یک سانحه یعنی که هواپیمای کشته شد. یعنی من چیزایی که بیرون از کشور صورت گرفته است و در محضر عام از طرف رسانه ها نشر شده را من بیان کرده استم و گفته استم که ببینید که در همین حالت ها رحمانوف در جنازه ها اشتراک میکنه. ولی آیا از همون جنازه ها پند میگیرد یا نه؟ آیا اشتراکش یا این که میره و میگه با تولد ای 29 بود ولی من با فکرم که یعنی که 973 74 باید یگان خروشی 15 سالگی باید زندگی کنم، فکرم 15 سال دیگه باید من این که سال 2027 تمام میشود یا بار دیگه پرزیدنت میشم 7 ساله دیگه. خب دیگه سال یعنی که همین 20 بود انا 27 تمام میشود، 27 من با پرزیدنت میشم، بعد او 27 با کاروچی همونطور با فیلم دو بار دیگه پرزیدنت میشم. یا این در جنازه آدمای پیر میروه عمرش چین میکنه که اولی مقصد با این خیلی مرده است، یا اینکه پند میگیره که منم میبرم باید با یکون کاری کنم که آینده برای قبر ما حساب های پولیش در شویتزاریا و در زوریخ و در یعنی که جزیره های ویرجینیا و در اینجاها درست کرد، خزینه های حساب های بانکیش پر کرد. ولی آیا حسابی یعنی آخرت پر کرده باشد یا نه؟ نکردنش که معلوم است، چون که مسلمان در مظهر عام نمایان می شود و مسلمانیش آشکار میکند و مسلمانیش آشکار نکردنش جندمش گفتیم و مردمی خودمون توکلش به خدا که چکوری کس نکس نه که بعضی دی ای دین مبارزش رو هممون دیده ایستیم. ای که در نماز عیدی ما اشتراک نمیکنه، ای که در نماز جمعه مسلمان ها اشتراک نمیکنه، ای که در روزهای جمعه سفر میکنه سببگار اذان پس دادن در مسجد ها میشود، به میکروفون اذان بتین که جناب عالی در همین منطقه های مبادای صدای اذان نشنوه که طبعش خیره میشود. پیشوای ملت گذشته است
مناره که در همین مسجد است باید مناره را از مسجد به کران بکنه که پیشوی میلاد میگذره مناره مسجد میبینه نسترانیوش میگریزه. این گپی من نیست، این گپی آزادیه، این گپی رسانه ها، این گپی همه افرادی که رحمانوف از نزدیک میشناسن. آیا همین گپام دروغ است؟ آیا همین خیلی نیست؟ هست. وقتی که میقپن یک ملا را، انا تو چرا کودک تعلیم یعنی که اسلامی دوده سی، وقتی که یک ملا وظیفش است که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما همون انسانی است که قرآن تعلیم بگیرد و تعلیم بدهد. وقتی هم ملا نمیتونه تعلیم داده، علمی که گرفته است و زکات علم دادن است و بهترین ما شخصی هستیم که قرآن تعلیم میگیریم و یعنی که تعلیم قرآن میگیریم و پس از تعلیم گرفتن اونا تعلیم میتیم به یک نفر دیگر، یا اینکه همون علم میرسونیم. پس در این قضیه ما با کدام عقل میتونیم یعنی که بیان کرده که وضعیت و حالتی که امروزها در کشور توسط رحمانوف صورت میگیرد، آیا این یک یعنی قضیه هست که ملت و مردم تاجیک از همین آگاهی دارند که رحمانوف دشمن سرسختی این دین، رحمانوف دشمن سرسختی این امت اسلام، رحمانوف دشمن سرسختی خطی یعنی که بابگی ما و شما، رحمانوف دشمن سرسختی یعنی فرا گرفتنی همین ملت و همین مردم دین شه، رحمانوف دشمن سرسختی معارف اسلامی و اون چیزی که مربوط به دین دارد، چی از مناره چی از یعنی که هر چیزی که مربوط به اسلام دارد، رحمانوف یعنی که مخالف سرسختی این است. آیا شما فکر دارید که از اون یعنی که جنازه هایی که صورت میگیرد توسط رحمانوف و اشتراک اون در همون جنازه ها سبب پند گرفتن رحمانوف از اون جنازه ها می شود؟ و اگر پند نشد یعنی که هر کی نگرفت، هر کی از یعنی که پند نمیگیرد، پس اون یعنی یک وای بزرگ براش انتظار است که اون وای دیگر نتیجهش ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، یعنی که در سقر قرار گرفتن رحمانوف دیگر یگان جای یعنی ما یگان کس دوزخ بهشت روان نمیکنیم. این سخن الله است و ما کو شاهدان الله در زمینیم. دشمنی رحمانوف به این دین، به این امت اسلام، به این خط، به قرآن، به محمد صلی الله علیه و سلم، به اصحاب رسول اکرم، به همه همین ها. او آدم نمیگه به زبانش که من دشمن خدا، من دشمن قرآنم، ولی به عملش انجام میتید. طلبه را میروند در درون مکتب میدارن، میپرسن او همین چیه یا سوره میدونی یا کیو داد فلانی، آها کو بیام خونه شب برای شما بودی ایران نگاه میکنن یا زنکی بیچاره خط خونی را یادش داده است یا چند سوره قرآن یاد داده است به بچه تا اینکه بخونه نمازش خوانده بتونه میخپنم را 10,000 جریمهش میکنن. برای چی؟ به خاطر اینکه رحمانوف فرمان دادگی است و این اسم مخوفی پلید الله لعنتش کنه در بدترین عذاب در این دنیا و در قبر و در آخرت این اسم مخوف جای بتیه و از قفاش رمضان رحیمزاده را که من انسانش میگفتم ملسوی ای قدر ظلمی که از مردم کنده ایسن و پول گرفته ایسن، خداوند ای پلا را حسرت سرشان کنه و همه پول جمع کرده گیره زناشون قطعی بوجهاشون بخوره. همین پولی که ملسوی مردم جمع کرده ایسی دعا کنه که الله با یک شربشه دیگه او زنش یا اینکه رویش کنه بره و میم بره زندان میشوه، او زنش هم پول جمع کرده است قطعی بوجهش بخوره او پول را. وقتی که تو پول جمع میکنی به خاطر منفعت خودت، دعای ما همی است که الله همون پولایی که ملسوی رمضان رحیمزاده جمع کرده ایسن ای مردم گرفته ایسن همونا را قطعی بوجهشون زناشون بخوره. یعنی که گفتی گپا راحت کنن، کیف کنن بگردن یا سغیره دیگه برای یا زنی یک نفره که همون مقامات کارهای داخله پلای جمع کردگی را بردگی دادگی در دستی زناشون همون را زنش رو دیخ کنه قطعی سغیره دیگه بخوره بگرده تا اینکه یک عبرت شود. ولی انشاءالله که این چیز می شود و این چیز آمدنی است و این چیز شدنی است و در این من هیچ شک و شبهه‌ای ندارم و ایمان کامل دارم که روزهای به نزدیک و به شمار ماندگی است. چرا؟ چون که ادامه این حاکمیت ظالمانه رحمانوف دیگر ادامه نخواهد کرد و ادامه بیشتر از این واقعا هم خیلی ظلم بزرگ است. اتحاد شوروی ضد دین ما بود، ضد معارف اسلامی بود، ضد تمام فرهنگ ملت ما بود.
ما را همچون یک وضعیتی بد از نگاه معرفتی، از نگاه علمی دانش، از نگاه خط و فرهنگ، منظور به خط و فرهنگ تاجیکی را در نظر دارم، قرار داد. ولی از نگاه اجتماعی عدالت داشت. اینا هیچ کس نمیتونه این کار کنه. اگر شکایت میکردی یک مقاله نشر میشید در یک جا، درست یک حزبی بود، یگان حزب حرکت سیاسی دیگر نبود، حزب کمونیست بود، ولی هر کس مجبور نبود که در حزب کمونیست وارد شود یا اینکه نه، تو بدون پارتی می آدم عادی، ولی وقتی شکایت میکردی شکایت تو قابل قبول بود. البته حالا تو شکایت که آیا شکایت تو قابل قبول هست؟ نه. چرا؟ چون که تو شکایت که کردی یک نفر از افراد همین اویله شکایت میکنی و اون ناخوشایند است. حبیب الله واحدزاده پروکورور گنرالی نسبت اویله پیشوای ملت دلیل جنایتی نمیکشاید. به همون خاطر امکان ندارد که یعنی اون چیزی که دلیل جنایتی که بر علیه یک نفر که مردم از ظلم کرده است امر دین نقشوف میتونه، یعنی که حبیب الله مثلا چیکار کنه، واحدزاده دلا بکشه بازید امردین نقشو جرس شم میبروره، میتونه زیدی زویر دلا بکشه جرس شم میبروره، میتونه زیدی اسماعیل دلا بکشه جرس شم میبروره، میتونه زیدی زویر دلا بکشه و پشه، یعنی که میدونی که چیکارش میکنه، میتونه زیدی یگان نفر رفیقای رستم دلا بکشه، تماما این کار امکان نداره. میتونه یک نفری که مثلا نزدیک به سامانه بازیدش دلا بکشه، غیر قابل تصوره. میتواند یک نفری که کریشش سامانه یا رستم یا اینکه یک دختر رحمانوف یگان دلش بکشه، تماما غیر قابل تصوره. پس ظلم کی میکند؟ انا اینا میکنند. پس ظالم در تاجیکستان ما مورد حمایه و زیر حمایه اویله رحمانوف قرار داشته است. پس آیا عدالت اجتماعی در کشور هست؟ نیست. پس فهمیدیم و دیدیم و میدونیم که ظلمی حاکمیت شوروی 72 سال بالای ما بر علیه ما، دین، فرهنگ، ایمان اینها درست، ولی عدالت اجتماعی برقرار بود. آیا رحمانوف عدالت اجتماعی را برقرار کرد؟ نه. آیا مردم برق داد؟ نه. آیا مردم معاش داد؟ نه. آیا مردم زندگانیش خوب است؟ نه. آیا مردم از ظلم نمیکنه؟ نه. چی کار؟ یعنی که پس نه یعنی که اگر تو بر علیه دین مایی، تو دینی مثلا ما را اعتراف نداری یا دروغ را همون میگوی میره، لااقل عدالت اجتماعی را برای مردم یعنی که برقرار کرده، تو اینکه همین ما بگیم که خیلی زید دینی مایی، مردم بگن حضرت بس که خیلی دیگه معلش زید دینه، خیلی اویلو که میتیا که پنسیا میتیا که برق دارم که خیلی خطی زنم میتونم یک اونجا سفر کنم، پاسپورت ما قدرش قوتش بالای که خیلی همیتریه یک ما دین مونه در خونمون انجام میتیم انشاءالله. یک اخی بچه ما دانشگاه خونده است، در دانشگاه با پول پورا خونده است، بچه‌م در عسکری خدمت داره، یگون خیلی ظلم نیست، من برق دارم، من معاش دارم، من مسافدم نفقه دارم، من تجارت دولت آزاد زندگی دارم، میتونم تجارت کنم انداز ما بسپارم یگون کس کارم. آیا همین خیلی هست؟ نه دنیامون آباد است با رحمانوف، نه آخرتمون. پس ما چی را انتظار باید باشیم؟ رحمانوف کو هر روزی که مردم میبرن، هر روز آدم بزرگ میبرن، با شکل میرود چکو میکنه در جنازه های اونها اشتراک میکنه، ولی پند نمیگیرد که منم یک روز نه یک روز میبرم و ملک الموت میآید به سراغ من و یک روز جانی من میگیرد و خوب دیگر من یک جانی، یک جسد شکمدمی 135 کیلویش کمی دم قطعی چند چغدک اخلا دشکمم گردنم بالون گازی میمونم میبرن میتپنم، یعنی که دیگه اگون گاو نیست. در اوجا نه رستم فایدهش میکنه، نه امیری فایدهش میکنه، نه تخمینه کلیوپاترا، یگون فرزند مسلمان هم از خودش باقی نگذاشته است. نگاه کنید، یک رحمانوفی که ولد زینا، یک رحمانوفی که اویله او رو داره، یک رحمانوفی که 7 دختری خوب دیگه نگم چی خصلت دارن، 2 تا بچه گرچه که به ایمان داره، نه از خودش یگان نسل گذاشت که در حق این کثیف دعا کنن، نه فرزندای صالح گذاشت، نه خودش عملی صالح کرد، نه خودش در گذشتن جنازه ها و در تابوت ها رفتن دیدن یگان پند گرفت. پس یا اویله اوراد
بالای این ملت ظلم دارد، یا اویله کثیف و دودمان پلید و کثیف بالای این ملت حاکمیت دارد. یگان نمود خیلی پندپذیر و پندگیرنده هم نیستن، ولی ما و تو باز هم نظارت داریم. شرم نکرده بعضی شاپلوساش پیشوی ملت بسیار آدم خوبه، پیشوی ملت بچهش آدم خوبه، بچهش مسلمانه، زنش مسلمانه، دختراش مسلمانن، داماداش آدم خوبن، خسر بچه‌هاش آدم خوبن. یعنی که جهمندای فرندای بای فرندای دختراش که شو دوران با یگان 40-50 تای بای فرند دوران، او آدمای خوبن، خداش آدمای خوبن. کی شدم خوبه؟ همین یک بار همه آدمای تعریف میکنه بگه که چیکار کرده است. 4 بینا را دادشنبه روز کردن دولت بر، یعنی که نمیکنه که آدم خوبه رحمانوف چه کار خوب انجام داده است. پس دیگه برای هر یک ملت و هر یک فرد این مردم باید فهمو باشه که رحمانوف پند نخواهد گرفت. یعنی که هر کی ناموخت از گذشت روزگار، هیچ نه آموزد ز هیچ آموزگار. رحمانوف از یگان چیز نه از استاد آموخت و نه از گذشت روزگار آموخت و نه از مرده ها و تابوت های میبردن میتپیدگی آموخت. پس رحمانوف دیگه هیچ وقت نمی آموزد و هیچ وقت دیگر تغییر نمی شود و هیچ خیر خوبی از این کلاغفس مادر به خطا رفته، یعنی که دودماندار کثیف پلید ولدزینا، این ملت باید انتظار نباشد. چون که انتظار کشیدن از رحمانوف که ما از زندگیش تحلیل داریم که رحمانوف کی است، ما از نشأ و نما یافتن این انسان براتون بیان داشته هستیم که این کی بود، این چگونه به قدرت رسید، این چگونه به قتل کشتار، این چیکار کرد، این چگونه تحصیل کرد، این چگونه دشکم مریم بی زد نقلتون کرده هستیم. دیگه نمیدونم که باید به کدام شکل. همین اگر رحمانوف بدونه بخواه که پدر داره اصل داره، اما عکس پدر اصلی شبا براره مرحمت ما بگیم که تو پدر داره، دیگه من خودم میبرم اعتراف میکنم که رحمانوف بچه ها پدر داشته است و ولدزینا نبوده است. رستم کو اگر بخواه که پدر اوتد که ولدزینا باشد، تو یعنی که معلومه که قطعی، یعنی که امام علی قطعی عزیزمو هر دیو توالشته، ولی اصل تو کثیفه. یک کار که بابوتا پیدا که آزاده هم باید یک کار کنه بابوشو پیدا کنه، عکسی بابوشو ایزو نکشه ای بابوتون، عکسش پیدا کنه نشرش کنه تا اینکه این ملت ببینه. عکسی مریم بی را دیده ایسیم گروش در بگیره غرب غرب، یکی عکسی همو بابوتون رو ندیده ایسیم. و شما یک انسانای بی اصل یا انسانای کثیف پیشوای ملت، فرزند لقیط پیشوای ملت نمیشه. یعنی یا آدمی که یعنی بی پدر بی اصل او پیشوا شده نمیتونه، پیشوای آدم اصل و نسبدار میشود. رحمانوف نه اصل داره نه نسب داره. ما فقط مریم بی را میشناسیم. خانوما و دخترکایی که مریم نام داره، من مریم نگفته ایسم، میرم گفته ایسم. میرم از مریم فرق داره. و همون خاطر شما اگه گپی من خفه نشیم، منظور ما و همون مادری، یعنی که مادر به خطای رحمانوف. شما وقتی که ما در قضیه میرم گپ میزنیم، در قضیه کرو کردگیش، پس ملت باید بدوند که کی هست که خودش پیشوی ملت گفته است، کی هست که خودش رهبر برای تو معرفی داره. یعنی به همون خاطر شما هیچ وقت یعنی که قضیه را از دیدی امروز فردا نگه نکن. چون که رحمانوف اگر از آغازش نشناسی از سال 1951 یعنی که نشناسیش، اگر پدرنالت 52 تولد شدگی باشه، 51 همین گفتی گپو کدوم موقع 51 بود است که یعنی که بعد سال 52 تولد شدگی است. اما خاطر 5 اکتبر باشه، خب دیگه یک که آخرای یعنی که می سال 52 یعنی که 10 ماه یا که اولای می سال 1952 کدوم داشت و کدوم کجای وقف خوردگی مریم بی و این کار شدگی. و همون خاطر شما اصل رحمانوف بشناسید، شما نسب رحمانوف بشناسید و دودمان کثیفی را بشناسید و بدونه که این پند گیرنده نیست و بدونه که هیچ تغییرات در حالت ما و شما نمیشود تا وقتی که این کثیف از و دودمان کثیف از این بالای سلطه و حاکمیت این ملت دور کرده نشود. و هیچ فرزند سالم این ملت کارهایی که رحمانوف میکنه انجام نمیداد. ای پلی میلیاردش قضیه 2 میلیاردش قضیه 3 میلیاردش قضیه 40-50 میلیارد آخه تو با کجا میبریش، ای با کی را میمونیش،
تو فکر میکنی که پل موندن با رستم و با تخمینه و کلیوپاترا و باقیلی اسب و باقیلی یعنی که نمیدونم چمپیونکا و با یعنی که کوزا پشت و با چنگرک و با همیو موندن علولک و بلولک خشتک سر تنورک میخ چپرک توق چپرک ترا یگون قدرت میکنه لعنت مردم بالای تو پای هر ساعت دقیقه بیشتر است این برای کیره تو جمع میکنی راه را مردم باید راست کنن با هدایت و دستور پیشوای زنی پیشوای ملت تشوبت میکنم زدگی نیستم هدایت و دستور پیشوای ملت کی من اکسای خودم پول میتیم راه راست میکنم با هدایت و دستور پیشوای ملت من امروز همراه همسرم خواب رفتم و فرزنددار شدم با هدایت و دستور پیشوای ملت من امروز یعنی که بچه‌م تربیت کردم این نمیشه هدایت و اون چیزی که الله یکم هدایت میکنه و اون چیزی که رسول اکرم از الله برای ما رسونده است انا همین است انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء تو هدایت کردن نمیتونی هر کسی را که بخوای بلکه الله هست که هدایت میکنه هر کسی را بخواهد هدایت رحمان و بسوی جهنم دستورات رحمان برای پیش خونه خدمت روز کردن این کاری دولت ای کاری هدایت تو در کار نیست اما هدایت بگی بر بزن در سر گوری مریم و در سر گوری ازبک بی و در سر گوری یگون کسی دیگه هدایت تو در کیسه بزن پدن حالت شکنبه آقی پدر هدایت تو دمو در کار نیست مو هدایت یک یعنی که ولد زینا برای ما تماما در کار نیست برای 35 سالگی استقلالیت شخصی که وزیر استقلالیت آواز داده و امروز دروغ را هدایت های دستور پیشرو ملت بر مناسبت 35 سالگی استقلالیت ملی در حالتی که رحمانوف قطع عبیدالله زید استقلالیت آواز داده من گفتم که محمد سعید عبیدالله در ویش پارتین شکل کمونیست خوندگی و او آواز داده بزیدی یعنی استقلال ملت من او را میفهمم ولی رحمانوف خوتی که پدر لعنتی ولد زینای بیسواد امروز وقتی دید که استقلالیت برای اویله رحمانوف فایده داره استقلالیت برای ما اگر مردم آزاد شوند خیلی که همون قوم حضرت موسی غلاما را فرعون نجات داد و گفت که بره دیگه فرعون مرد که بره که خونهاتون گفتن چه خیلی خونه ما غلامیم همینجا کار میکنیم نون میداد میخوردیم ما اگون خونه پونه نداریم همین فرعون ساز بود الان همین توجیک انا همون غلامایی که در قصر فرعون و در اطراف فرعون بودن انا همون خلشدگی یعنی آزادی را نمیتونن فهمیده آزادی چی است آزادی را تنها آزاداندیش و یک انسان آزاد میتواند احساس کرده و فهمیده ولی شخصی که اون آزاد تولد نشده است غلام تولد شدگی اون آزادی را نمیدونه چی است بهای آزادی سنگینه وقتی که تو غلام تولد شده یا اینکه در خانه پدر تولد شده که اون پدر غلام این سیستم و این عائله بود پس برآمدن از این وضعیت تنها پس از آزادی تو میتونی احساس کنی که تو میتونی گپ بزنی تو میتونی هر کاری که مثلا آدم نکرش یگون جنایت نکرد یگون کاری غلط نکرد دیگر آزاد هستی دیگر یگون گپ نیست خیلی که امروز رئیس دوما یعنی که واقعا هم یک گپ خیلی عجیب گفت بعض مسائل اقتصادی را حل کردیم همه گپایی را که گفتن ما بعضی اون کار کردیم توریش دولت یگون گپ شدگی نیست خود رو گفته است ولودین میگرده میگه کدومی که میگه که در زاپرافکا بنزین نیست پس او طرفای یعنی او خوینه او باید جواب بگه نه عقل اینا یعنی که اگر بگوی که بنزین نیست تو خیلی بنزین ای 20 یعنی که لیتر زیاد نمیگیرم تو خوینی تو او طرفی تو باید نگویا میگه پا رئیس دومای دولتی گپ زده است فهمیش رحمان و مقاماتش این همینا این ممقوتان که عقل بین تو بگویی که اگر بنزین در زاپرافکا نیست پس تو خوینی تو با همو مردمی تو نگو که بنزین نیست بنزین میشوه آخی خیلی بگفته سه یعنی که سکتورهای شخصی را بنزین نتیه فقط سکتورهای دولتی را بنزین بتیه اوه تو همتری گفته سه تو خوینی تیس نیم تینیس نمی کروچی عقل بینه تصور را ببینه پیندو را ببینه انا میره غلامی میگن انا میره غلامیت میگن انا میره غلام بودن میگن پس شما باید احساس کنید و بفهمید که آزاد بودن و آزادمنیش بودن چی است و چگونه یک انسان باید زندگانی کنه تنها شخص آزاد میتواند آزادی را بفهمه غیر شخص آزاد امکان ندارد که آزادی را احساس کند و آزادی را بفهمه پس برای آزاد بودن آزاداندیش بودن آزادانه زندگانی کردن
تو باید اول آزاد باشی. منظور از آزاد نیست که زنک پول و گالی بگرده و یعنی که هر کاری که میخواه انجام بده. نه، این آزادی نیست. آزادی در فکر است، آزادی در اندیشه هست. ولی اون چیزی که دینی تو گفته است در اون یگان نمود خیلی غلامیت نیست، در حالی که ما بنده اللهیم، مطیع اللهیم. ولی آزادی با اون آزادی زندگانی حیوانانه نیست. آزادی زندگانی چی است؟ زندگانی با سعادت است که یک مسلمان با کدام حالت باید چیکار کنه؟ یعنی که زندگانی آزاد و آباد داشته باشد. تنها غلام، تنها یعنی که انسان غیر آزاد نمیتواند آزادی را فهمیده. پس فهمیدیم که رحمانوف هم به دینت، هم به مقدساتت، هم به فرهنگت، هم به زبانت، هم به اقتصادت، به تمام چیزت یعنی که ضربه رسانده است و ضربه او ضربه امروزه، دیروزه، فردا نیست و ضربه او تا وقت رحمانوف است. رحمانوف کثیف او در جنازه با جای که بروه پند بگیره، در جنازه میروه چیکار میکنه؟ تنها و تنها فکر میکنه که انا این مردک در قسال مرد، انا کلی ما با عمری را رسیدن 14 سالگه در کره که بمبرم. این فکر نمیکنه که مرگ هر انسان به شکل گوناگون میآید و امکان ندارد که مردم همه برابر باشند که در یک عمر در یک حالت بمبرن. در حالی که او شخصیت مرد عرق نمیخورد، او یگان آدمی نبود که یعنی که کارهای حرام میکرد و تی پدنات حیات در عرقخوری گذشته است. حیات جگر تمام کردگی شکم یعنی که چند چغدیگ اخلاق پدنالت حیات به یک حالت حیاتی حیوانانه گذشته است. چی فکر داره سرت بنکای تمه داره شمات گفته گپا بلاق بلاق زدگی برمدگی سر رنگی یعنی که پشکای پشین وره پدنالت فکر داره عمرت را باید دراز باشه؟ نه اخی، عمرت دراز باشه در زندان در کیرپیچ نی، عمرت دراز در آزادی نه. یا الله عمری دراز دادی تو اینکه تو در همون کیرپیچ نی بشینی و زندگی ظلمی که مردم کرده مردم اهمیت بدی. برادرای گرامی، این قضیه آغاز برنامه بود و در قضیه دیگه که در مسئله عفو عمومی است. زندان‌ها خالی شدن، اگه باید برای زندان‌ها را پر کردن دوباره یعنی که اخاطه شروع شده. خوب با دقت باشه که اما آدمایی که برآوردن شو اگه باید جاشون را پر کنن، چون که دیگه زندان‌ها یعنی که از آدم کش از اینا مثلا خالی شده. جای افراد 307 یگان خالی شده نیست، یعنی اونا هستند در زندان. ولی دیگه افراد اینا اگه جای زندانیو را که در جای 10 کس 30 کس خواب بود یا 50 کس خواب بود، همونا را چی کردن؟ اگه باید که به هر بهانه ملیسای رمضان رحیمزاده بقچه خدا لعنتت کنه رمضان رحیمزاده به ظلمی که ملت کرده سی، الله سبحانه و تعالی عبرت برای عبرت گیرندگان بکنه تره. چرا؟ چون این قدر ظلمی که ملیسای تو بالای این ملت انجام داده هستن واقعا دیگر یگان جوی یعنی که برتریت خوبی را برای این ملت برای این مردم نمونده. واقعا خیلی بدبختی است، واقعا خیلی یعنی که بدبختی بالای این ملت آورده. این مسئله را اگر تو در حالتی که قضیه را نبینی و این ملیسات به این تهمت ها و کارهای انجام داده هستند، رمضان رحیمزاده من به زبان تاجیکی گفته هستم ملیسای تو ظلم از اندازه زیادی بد کرده هستند. مردم حتی برده هستند بچهای 21 ساله و 20 ساله و 22 ساله را با تهمت گفته هستند تایم تری کار کرد 100,000 80,000 بیار با آدم خودشان دارن 100,000 میگه قرض بگی خانه تا بیار من. رمضان رحیمزاده تعمیر اکادم عقلت میتونی همچون یک ملیسه فکر کنی که یا میکوری ملیسا در پنج، میکوری ملیسا در جیحون، در قبادیان، در جیلی کول، در کلخازآباد، در قرغن مرکز این بدبختی ها در بختر همین کارا را تو با کدام عقل قطعی فکر میکنی؟ در بختر او آدم رفت رسید در گسته پرستگی. انشاءالله خداوند یعنی که بختر وطن منه، انشاءالله انا همون حالت روزگاره ناموتون والله عکسای همون ملیسا در دست من والله چی از پنج چی از قبادیان از بخترش. یعنی که اولی من برنامه ما انشاءالله که ندیدید که در اصلاح چنون داره میدیا شروع شد، از 350 شروع کردیم. پس رفتن میگیریم کارمون به این شکل نیست که یعنی که ما کارمون شروع شد انشاءالله که ادامه داده ایستیم کارمون. ما یگان جای توقف در کارمون نداریم، یگان مشکل نداریم. همه چیزایی که ما انجام دادگیم در یعنی که
دیسکو گرفتگی هستند. یگان چیزی ما دلیل شدگی نیست. هر نواری را که خواسته باشند مردم، یعنی که بیشتر از 350 نوار نشر می شود، رفتن میگیرد. دیدید که امروز دیگه برنامه منبر مهاجر بود، ولی صبح برنامه 350 موندیم، فردا برنامه 351، پس از اون برنامه 352، یعنی که همین خیلی 353 تا اینکه روز یکشنبه بعد از اون برنامه 354 که نمونده بودیمش، با برنامه غرم، یعنی لیدی فروم غرم ایسر میمونیم. برای چی؟ برای اینکه در چند جا گفته است که برنامه ما نموندن کانال رسیدی، کانال ما اگر همی تایی که رس شود لیدی فروم غرم یکم میمونیم زیغ نشه. اون برنامه دیگر هم همیتا، یعنی که بعضیش موندن میگیریم، ولی از 349 350 یعنی که 350 نامه ها از ناحیه ها، از 350 از 50 برنامه و فکرم به این طرف برنامه نامه ما رو علاهیده نشر کنید، دوباره نشر می شود و برنامه 54 هم آماده هست، برنامه نامه ها از ناحیه ها. 55 هم انشاءالله که همون عایشه بود اونم نشر میکنیم، یعنی که آمادهش باید بشه و نشرش میکنیم. خدا خواه برنامه همین شکل رفته است. برنامه رامید میروند، برنامه یعنی که هر کجایی که در قضیه ها میبینیم انشاءالله که برنامه همون ادامه پیدا کردن میگیره. خب در قضیه اون چیزی که بیان کردیم امیدوارم که دیگر خدا خواه فهمید ملت و مردم، و همین قدر باید هر یک کدوم ما و شما دیگر به خوبی بفهمیم که ما و شما راه دیگر و راه نجاتمون تنها و تنها در نبودن ان همین کثیف پلید در قدرت است. و در قضیه اون چیزی که فعلا در عالم گذشته است دیدیم که بازم تنش‌ها میان ایران و یعنی که امریکا و متحداش ادامه داره و در قضیه یعنی که وضعیتی بد گرفتار شدن در آینده هم امکانی، یعنی حالتهای گوناگونی را میتونیم که در آینده به نظر داشته باشیم که چنین کارهای بله صورت میگیرن. و ما دیگر وضعیت و حالت میدونیم که یعنی که دنیا با یک حالت خیلی بد و بدی قرار دارد که ادامه دادنش به همین شکل است و ما و تو نجاتمون تنها در وطن خودمون است. ما وطن خودمون را باید فکر داشته باشیم و قضیه باید تنها از راه داخلی، یعنی که راه اسلوب و راه روش خودش پیدا کند. و وضعیت روسیه به این شکل، یعنی که حدود 40 تا امپیزی داشتگی روسیه همش زیر خطر قرار گرفتگیند و روسیه در یک وضعیت خیلی بد قرار دارد که از بدم بدتر است. در بانک هاش پول نیست، یعنی که دیگر زوادهای استحصال میکردگی از ماشین گرفته تا استحصالات دیگر پول میپره از کار مانده است، یعنی 30% 20% کار دارد. یعنی وضعیتش خیلی یعنی بد شده است. به همون خاطر هر یک نفر شهروند کشور باید بفهمد که وضعیت روسیه روز به روز بد شده است و کشورهای دیگر هم در این آتشی که روسیه سوخته است اگر نسوزدن ولی تأثیری بعدی خودشه حتما در کشورهای همسایه‌شون قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان میرسونند. تا تاجیکستان بدتر، ولی در این منطقه دولت‌هایی که در اول قرار دارن میرسونند. ولی فعلا در کشورهایی که رو به انکشاف بیشتر از ازبکستان است، اگر به همین شکل که ادامه پیدا کرده میگیره، قرقیزستان هم کشوری یعنی رو به رشد است، نه رو به انکشاف جدی نیست. کشور رو به یعنی که رشد رو به انکشاف ازبکستان است فعلا. و فعلا زیاد از میلیونرهای تاجیک در ازبکستان دیگر کار و فعالیتشون ادامه میتیند. دیگر رحمان و عائلش هم قدر ظلم میکرد. رستم قطی زایچی که قطی اطرافیاش چی در دامساز و چی در تاجر و چی در همش وضعیت مردم و بدترین حالت یعنی که وضعیت آوردگی قرار دادگیند. پس یعنی که حالت سیاسی و حالت وضعیت امنیتی را باید هر یک نفرتونم دقت جدی بتید که حالت به همین وضعیت و به همین روزگار فعلا آمده است، رسیده است و باید هر یک نفر دقت جدی بتید که در کدام وضعیت و در کدام حالت ها میتواند که کارش انجام بتید. خوب، این وضعیت و حالت های عمومی بود. امیدوارم که انشاءالله در تأثیری کارهایی که انجام میگیرند هر یک کدام ما و شما وضعیت باید به یک حالت خوب و به یک حالت یعنی زیبا باید
دقت بتیم تا اینکه با مشکلات در آینده گرفتار نشیم. خب افرادی که در روسیه هستند باید سخت احتیاط کنند، چون در حالتهای وزمین و همه چیز امکان صورت گرفتنش وجود داشته باشد، اما مبادا در مشکلات های بیشتر مواجه نشید. باید دقت جدی بتید در همه حالتهایی که در اطراف شما یعنی صورت میگیرد. خب بله، این قضیه هم الحمدلله که تموم شد. البته من که در مسئله های گوناگون البته از ما خواهش میکنن تا صحبت کنیم، ولی وضعیت همین است که انشاءالله دیگر صبر داشته باشید. هم اونچه که از در برنامه نامه ها از ناحیه ها یا نامه مرا علاهیده نشر کنه دیگر از این و پس نشر شدن میگیرد. و یک اعلان داریم، ما نیاز به 2 نفر منتجنیک داریم و که یعنی که 2 نفر منتجنیک های اصلاح بیچاره خوب رخصتی مهنتی گرفتگیان، یعنی وقتی آتوسکشون رسیدگی بود، چون بیچاره یکتاش 2 سال و یکتاش 3 سال بود، یگان ماه استراحت نداشت. گفتن لااقل یعنی 1 ماه یا 2 ماه یک کمترک استراحت داشته باشیم. البته آتوسکه بدون مزد یعنی که قرار داره و ما فعلا به 2 نفر کارمندی که واقعا بتونن کار را انجام داده نیاز داریم. اگر پشو منتج کرده بتونن یا اینکه برادرایی که میخوان خدمت کنن به اصلاح تا اینکه خودشون ببینن که ما چه کار انجام میتیم، باید یعنی میتونن که یک نفر متخصص خودش استخدام کنه، کامپیوتر همه چیزش بخره، تنها او با ما پیوست شود و کاری یعنی که منتج انجام دادن بگیرد تا اینکه مبارزه تیزتر و بهتر و خوبتر انجام شود. مثلا یک برادر است میخواهد که خدمت کند در مبارزه ولی نمیتوند مستقیم، یک نفر کامپیوترش میخرد، مجهزش میکند، معاش میتید، میگه که در تماس ببرو، در تماس میبروید، ما براش یعنی که همون چیزی که لازم است برای منتج کردن همه چیزا میگذرد، میفهمیم همون را میگیرد، منتج میکند، برای ما میفرستد و ما یعنی که میگذاریم. و اگر افرادی باوری بیشتر باشن خب دیگر باز کارهای بیشتر و بیشتری را انشاءالله که انجام میتیم. پس برادرانی که در فن منتج یعنی که مهارت دارید با اصلاح بروید. برادرانی که حالا فعلا وضعیتی یعنی که در مسئله همون ریلس‌های کوتاهی که هست لااقل نیاز به بعضی چیز داریم که لااقل 4-5 تایی در همین اصلاح میدیا نشر شود. اگر برادرانی که چنین امکان هم دارند میتونن خدمت کرده یعنی که مرحمت میتونن تماس بگیرن تا اینکه در این قضیه یعنی که کار کنن با ما و بتونیم کارمون بیشتر کنیم. الحمدلله اصلاح میدیا در 28 ساعت 200 و چند هزار، در 48 ساعت 200,000 پرسموتر داره که اصلاح در 48 ساعت 40,000 50,000 یا که بعضی وقت 70,000 همتری پرسموتر داشت، ولی اصلاح میدیا 200 و چند هزار یعنی الله اعلم پرسموتر در 48 ساعت دارد. یعنی که خیلی الحمدلله پاکزاتل خوب 246,727 در 48 ساعت پرسموتر دارد. البته یعنی این فهمیده می شود که خیلی یعنی که 246,000 یعنی که بیننده در 48 ساعت یعنی که دیده ایستن اصلاح همین میدیه که فعلا همین کانالی که نوارها رو نشر کردیم و در پادپیسات کردن به شبکه اصلاح میدیا کوتاهی نکنید، چون برنامه ها را یعنی که میمونیم بعضی برادرها اول تماشا نمیکنن، بعد وقتی که یگان پرابلم میشه بعد برنامه چیده نیست، چون برنامه نشر نشده است، برای چی گم شده است، کانال یک جا پیدا کنیم، به همون خاطر پادپیسات به شبکه کنید. وقتی برنامه را میگذاریم برنامه را نشر کنید و ببینید تا اینکه بچه‌ها کارشون انجام دادن و ادامه دادن کارشون انشاءالله که یعنی که بیشتر انجام بدن. پس در کانال اصلاح میدیا یعنی که همچنان اصلاح لایف که 41 نفر فعلا پادپیسات کردن و یعنی که در پادپیسات کردن به کانال اصلاح میدیا در کانال اصلاح لایف یعنی که سهم خودتون رو بگذارید، لایکاتون رو بگذارید، در نشر برنامه ها سهم باشید. امیدوارم که انشاءالله
هر چی قدری که ترسیده همین بود وضعیت ما. آینده هم هر چی میترسه همین است، از این دیگر یگان تغییرات و فرقیت نمی شود. پس این قضیه یعنی که باید بیشتر دیگر نترسه. خوب برادرانی که سهم‌های خودشان در اصلاح گذاشتن، حالا هم همون 25 نفر در عدد 100 نفره، هیچ تغییراتی در همراهی کردن با اصلاح نیست. پس یعنی که 25 نفر در همون است، 19 نفر در 250 یورو هست. و اما 2 نفر کارگری که حالا فعلا این کارگرای جدید نه، کارگرایی که از پیش هستند، الله برکتشون بوده کار کرده هستند. و یک مسئله میگم، یعنی 1200 یورو هر ماه مصرف یکی از یعنی که کارگرایی که مهمترین کارهای یعنی که همین اصلاح انجام میدهد 1200 یورو، که الله شاهد است 300 یورو این در کردیت در همون چیزای چی میرود به شورا، این همش معاش این نیست. با 300 یوروش در همون کردیت در همون چیزایی که با پروگرام ها هست، 100 یورو دیگهش بازم در یک مسئله دیگه. اکنون به خودتون فکر کنید که از 1200 یورو معاش موندگی ای برادر هم 800 یورو می شود یا نمی شود. پلی خانه داره 400 500 یورو دیگه هم پلی خورد و خرابش می شود. یعنی یگان برادری که اگر یعنی که واقعا هم در اروپا باشد میتونن 2 نفر باشن، یعنی که میتونن مثلا 600 یورو در اول ماه روانش کنن، 600 یورو آخر ماه روانش کنن، یا 600 یورو مثلا در مابین ماه روان کنن، 600 یورو آخر ماه هم 1200 یورو، یعنی که با کارت خودش تو اینکه همین کار اصلاح انجام بده. اگر 2 مسلمانی که بتوند در همین قضیه سهم خودش بگیرد بگه 600 یورو من مثلا 15 هم روان میکنم، 600 یورو خود اخیر ماه روان کنم. مثلا 2 نفر اگر سهم خودشون، اگر اگه نفر بگن من تنها خودم یعنی که همین انجام میتونم، بهترین. برادران دیگری که برای معاش‌های برادرای دیگر کار کرده هستند، خوب واقعا هم با مشکلات مواجه شدگی هستیم. اینا مثلا یک معاش مونه حاضر 25000 موندگی، یک معاش دیگر مونه 65000 موندگی است، یعنی یک معاش دیگر مونه 20000 موندگی است. اینشم فراموش کردم. یعنی واقعا هم با مشکلات‌های هستیم که همینا باید رفع شوند تا اینکه مبارزه ادامه پیدا کنه. تو بیزنس داری کارت انجام دادن بگه، ولی ما کارمون انجام باید بدیم. سهم خودت در یعنی که انجام عمل‌هایی که باید ما انجام بدیم. هر یک برادری که میخواهد مبارزه ادامه پیدا کند باید کارش انجام بدهد. ما یعنی که در اصلاح شبکه مردمی است، با همین مردم هستیم و درد مردم کار میکنیم و اون چیزی که ما از مردم از ملت برای ما میاد با همونو کار داریم. پس هر نفری که با اصلاح همکاری کرده است یگان مصیبتش نرسیده است، ولی اون چیزی که در اکران بده یگان شماره سال 2023 اونو برای بالای من نکشه، اونو تمام شدن همش عوف شد برفت دیگه، یگان گپ خبر نمانده است. و فعلا هر کاری که میشود اینو یعنی که میتواند که یک برادر امریکایی یا برادر در اروپا بودگین همین یک نفر اگر معاش الحمدلله که کارش درست کنن دیگر باز یعنی که اون برادرای دیگر کوشش میکنیم که مثلا اون معاشای دیگر چی باشه. ولی اگر همین کار را درست کنیم نکنیم واقعا هم دیگر همیشه تیز نمیتونیم کارمون انجام داده، چون که مهمترین یعنی ضربه زنی که باید رحمان ضربه بزنه یعنی که معاشش 1200 یورو. بازم بار دیگر میگم این همش در خودش مصرف نمیشوند، این 300 400 یوروش از 1200 در همین کار مصرف میشود و 800 یورو دیگهش یعنی که تقریبا برای خودش به شورا باقی میمونه که اونم 400 500 یورو پول یعنی که کوارتیر است و خورد و خوراکش و زندگیش دیگه یگان چیز دیگه‌ش هم نمیمونه. خوبه که به همون خاطر اگر برادر بگه که ما مثلا همین کار انجام میتیم خیلی یعنی ممنون میشدیم. 1200 یورو تقریبا 110000 روبل اگر بر روبل هم باشه، یعنی برادرایی که در روسیه باشن بتونن یگان مشکل برای شما نمیشه. ما میتونیم یعنی که کارت‌های داخل روسیه پیدا کنیم تا اینکه در اونجا پرتوین و افرادی که در اینجا هستن میگیم در کارتش میگذراننش، یعنی که یگان مشکلی وجود ندارد. ان شاء الله که همش با اون شکلی که ان شاء الله هر چی که برنامه ما بیشتر خوبتر اگر بخوای تماشا کنی، پس یعنی که همون مبلغی که ما هر ماه پرداخت میکنیم 5000 تقریبا 2 2500 شه،
به شکل بچه ها در همون حسابای خودشون میگذرونن همون کارگرا را. ولی این نفری که هست توسط پیپل بهترین راه برای رساندن پول به همون کارمند ماست که همین در پیپل رسید، ای پیپل در پیپلش گذرانده می شود و دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد. اگر بتونن همین مسئله را ما راه حلش پیدا کنیم ان شاء الله که دیگه فکر کنه که یعنی هر روز یک برنامه نشر می شود. هر روز همین اون نفر دیگری که کار میکنند یعنی که 700 یورو و اوش دیگر 600 یورو و این 1200 یورو که اگر هر ماه در دستش مستقیم برسه دیگه فکر کنه که یعنی که برنامه ها همیشگی میشوند. همیشگی منظور که خدا خواه کار به شکل خوب انجام میگیره. اگر بازم یک نفر دیگر و مانند همین پیدا شود دیگه فکر کنید که انشاءالله من دیگه چی میگن نمیتونم که کاری بیشتری برای اونا شد. ولی حالا فعلا تا ماه اوگوست دیگر این چیزی که در دست من جمع شدگی است باید نشر شوند، چون لیدی شیرون است، ای فیض‌آباد است و گفتی گپو از آلمان است که باید نشر شود، از پیوند، از سفیر و دیگر معلومات زیادی دیگری داریم که باید همه اینو نشر شود. سمیکنیو سی است باید این نشر شود دیگر تا 58م برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید است. 376م برنامه نامه ها از ناحیه ها هم میتونیم بگیم که تقریبا الحمدلله که آماده شده است. یعنی 376 بود، بله 376م برنامه‌ش هم الحمدلله که آماده شد. یعنی فقط تنها و تنها دیگر یعنی چیزای دستگیری شما میماند که همین کارا رو انجام بدیم. پس توسط پیپل مستقیم میرسد اینا تا دهم باید یعنی که 600 یورو باید بدیم. امروز هشتم نهم دهم باید دهم ساعت 10 سحر باید که 600 یورو برسد. یعنی باز اصولش مثلا تاریخ اخیر ماه مشکل نداریم تا اخیر ماه یعنی با مثلا که همون معاش 600 یورو دیگه برسد دیگه کاری ما الحمدلله که به بهترین شکل انجام می شود. هر چیزی که میتونید انجام داده برای وطنتون انجام بدید. این وطن نیاز به یعنی که کاری ما تو دارد. رحمانوف این قدر ظلم کرد، پس نجات ما تو از رحمانوف تنها با یک جایه بدن و کار کردن است. اگر هم برادرایی که همین چیزایی که من گفته هستم اگر پر میشید اینا دیگر نیاز به یعنی که مشکلات دیگری نداشتیم که همش اصلاح خودش میگرفت پرداخت میکرد و حتی بعضی از کارهای دیگری هم در نظر گرفتگی بودیم که یعنی توسط اونها باید بیشتر کار میکردیم. مسائل دیگر خوب دیگر دیده هستیم که یعنی که نفرایی که سهم خودشون گذاشتن 25 نفر در یعنی که 500 نفرات و باشه برادرایی که 250 یورو بدن 19 نفر دیگر در همین قرار گرفت. یعنی سهم خودتون رو بگذارید توسط پیپل، توسط زیل، توسط یعنی که پیسین، توسط هر مسئله که راهی اون وجود دارد پس انجام بدید. واقعا نیاز به یعنی که دستگیری داریم تا کارمون رو انجام بدیم. امیدوارم که انشاءالله بیننده عزیز گرامی در این قضیه دیگر یعنی که کوتاهی نخواهیم کرد. هر چهار کاری کرده رحمان زد گرفتشون اگه در خدمت دین و وطن و ملتت باش تا اینکه میبینی که تاثیر برای حیاتت میرسوند انشاءالله. خوب بله بیننده عزیز گرامی این بود آغاز برنامه ما و امیدوارم که انشاءالله قبول زنگ ها را قبول میکنیم. واقعا هم خیلی هوا گرم است و ممکن برنامه من 2.5 ساعت بیشتر ادامه نکنه. پس برادرایی که صحبت میخواهید بکنید مرحمت وارد شوید تا اینکه برنامه من انشاءالله پیش بریم. بله خوب بیننده عزیز و گرامی خوب
هفتاد. برادر بله. محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم پروردگار السلام. زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. اوضاع اومده سن برادر محمد اقبال. بله بله، آوازات هست، آوازات هست. برادر محمد اقبال چی گفتن ممی پتهوشنیکا برادر محمد اقبال. مثال یا آدم برادر محمد اقبال یا آدم ماشین ایکانا میتونه میاری ماشینی پچ کمیتیش کو ماشینی پچ کمیتیش پگه هم ماشینا کو در سرویس میبینی ماشینی پچ کرا. بله. امی رحمانوف یا تاجیکستانی نو زنینا گرفت یا تاجیکستانی نو زنینا گرفت چکارش کرد تیر پوراش کرد موندش. بله 100%. رحمانوف والله قسم وقتی سطح در تکتری میمونی کو که فکری مردم همینی که مردم من چخیل نیست نابود کنم. ای اوقی پدر من دامی جهان رنگی تو نامرد ندیدم. رحمانوف تو چکار کرده مردم ای گریزگی آوردی مردم ای گریزگی کشتی گرفتی آوردی میگفتی که مردم این وطن تو این شما بگیره وطن تو آواد کنه کدمه دا کدم کار بدی دا کدم کار بدی رئیس بدی سه بدی نبدی برای دا جای کار بدرو و مردمت کار کن. تو چکار کردی رحمانو در سر قدرت اومدی رسیدی و اول یک مردم دواداش و نست نابود کردی که به کار بگردن بروند ببرن ای وطن بروند. ای نامرد رحمانو والله قسم این رژیم ابی که برادر محمد اقبال وقتی من فرزنددار میشم ای جبک خدم دختر ای جبک خدم مکتب ای جبک خدم اخیرون چکا مینم برادر محمد اقبال به خدمت اکی رسید میبرم 75,000 یا 80,000 سومونی با به کیرمتین با به امیارا برادر محمد اقبال. این رژیم رحمانو اولش پروردگار خیلی یک گلیم میپرتای کو بعد ایالاوش توپش منی انمی اصلاح اولش پروردگار ایکو ترانتا توپ منیم در زمینم میبریم. برادر محمد اقبال دامی دنیا والله قسم یگان چیز ارزو ندارم هم که ارزوی دارم که برادر محمد اقبال همین رحمانوف کو همین رحمانوف والله قسم در دور ریشاتکا بینم. یک گپ دیگه میگم ممکنه اوضاع میشنوی یا نه؟ اوضاع میشنوی؟ اوضاع نمیشنوی بفرم. خب تو گپ زد بعد من گپ میزنم. این کمیه کمی چسبه برادر محمد اقبال. تو گپ زد بعد اختت گپ میزنم. گپ زد. بله. دیگه رحمانوف چی میگوی برادر محمد اقبال؟ کورغان ای ایش کلخوصابادش ای او دشنبیش ای ای والله قسم برادر محمد اقبال در این سمیه خوبی کنی برادر محمد اقبال و گپ شو برای اخیرون والله قسم یا نشوا میزنن در تو. امی اسمت دولی که میگوی برادر محمد اقبال والله قسم پیش ای ترمک کنیش پیش ایمی داو کنیش رحمان و رفت دامو درونی ایرپورت درمد گو تا نقص کدای به پگهش اوجه جوشیدن سرش کن او که تو اوجه در خدمت مردمی در رژیم رحمانوف و در خدمت مردم نباشی برادر محمد اقبال. من همین قشن فهمیدم که برادر محمد اقبال در می جهان چنین رحمانوف من نامرد ندیدم. سرم سیاه بود رحمانوف بود سرم سفید شده است حالم رحمانوف های. سلامت باشه. واقعا هم خیلی 100% راست میگی. این برادر محمد اقبال این رحمانوف به خوبی را نیست. حالا اون معلم که درس دادگی که حالا ما تحقیق امرا کشتگی هایی یا که پدر که همون معلمش تیرش نبره فقط دوای که درسته. سلامت باش شیرنر. الله حفظت کنه. این برادر شیر الله واقعا هم یکی از برادران بهترین ما در هر برنامه سخن میگه. معلم گفت اول گپ امیر بگم معلمی رحمانوف در دنقره نهضتی بود
بسیار پرابلمش کرد. اینا همه میدونن، یگان شک نیست رحمانو فقط عالم کشته است، چون که رحمانو شخصی نیست. و در مورد مبارزه انشاءالله که برنامه روز یکشنبه مون یعنی که در مورد همین مبارزه است و یعنی که گمان هامون چگونه باید در مبارزه باشه و صداقتمون چگونه باشه، آیا ما با مراد و مقصودمون میرسیم یا نمیرسیم یا کی میرسیم. انشاءالله که برنامه‌مون به همین شکل خداخواه تشکیل میکنیم و برنامه آینده را انشاءالله که به همین موضوع میبخشیم تا اینکه برادرانی که سوال داره در این قضیه که تو کی ما مبارزه میبریم، برای چی ما قدیر شده است، انشاءالله اشتراک کنید تا اینکه بفهمید. و برنامه فکری است و با دلایل از قرآن و سنت خداخواه برنامه‌مون مزین میکنیم. خب بله سخنگو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. به نام خدا و با عرض درود و مهر حضرت داملا از نام ژورنالیستانی سوق 50 یورو فرستاندیم. بله رسید. همینم گفتنی بودم. بله من همین گفتنی که همه ما از یک تاجیکستانی قشق زدی تریتی میر $50 ماکسیموم $100 تا قدر امکان میفرستانیم. مراجعه من به اون آدمای مهاجرانی که در اروپا هستند، خیر روسیه فهمو اما اروپا هستید، امریکا، کانادا هستید، خیلی اون تو $50 باشدم فرستانی چی میشود؟ همینه اینه برادر که باید ما حوض معاش بتیم. الله شاهد است والله تا روز دهم ساعت 10 550 یورو دیگه در این پیپل باشه 600 یورو باید ما تا سحر دهم روانش کنم. اکو او 26000 و 20000 او پرابلم نیست. مقصد 5 روز پس یعنی که این باید که روز دهم پل کوارتیر بتیه، یعنی امکان نداریم. بسیاری از چیزای هست که یعنی بچه‌ها را واقعا باید کارشون انجام بدن نکنن، یعنی که با اون شکلی که درست باید انجام بگیره او کار نمیشه. هم میخوان برنامه تماشا کنن، هم میخوان چی دیر کرده است برنامه را نشر نمیکنی، هم وقتی که کردی بگو شما برادر علل اقل یک میاناتون بنده یک چیز تصمیم بگیره که شما همین کار انجام میتی. بچهای سوخت اینا الله شاهد است همه وقت یعنی که در دستگیری هستن، همه وقت و هر چیزی هم که تونستیم هر کدومش هم که الله شاهد است زنگ زدیم یگان کسیش نمیگه در یگان گپ درسته ما انجام میتیم. اگر اینطوری نه که بچهای دیگر هم انجام نتین میتین، ولی برادرایی که از سوخت هستن الله شاهد است در داخل سوختن در هر منطقه دنیا قرار دارن، همه وقت صحبت میکنیم گپ نیست میگن ما اومده و تیارم. انا میخواد باید کار انجام دادن در کار. اینه بچهای ژورنالیستای سعودی کارشون رو فهمیدن که در تاجیکستان دیگه یگان نمود خیلی صدای وجود نداره، صدای مردم مظلوم باید توسط اصلاح ببراید. اگر شما بخوای بفهمی که مقامات رحمان چگونه دزدی میکنن، قافلانبای چیکار میکنن، رئیس ناحیه فلانی چیکار میکنه، در استراوشن چی گپ است، در اسفرا چی گپ است، رئیس حاضره اسفرا چیکار کرده است، رئیس حاضره کانی بادام چیکار میکنه، یعنی که هر منطقه باید کار کنه تا اینکه یعنی که جنایت‌های اینها آشکار شود. هر کسی را که اصلاح گفت بالاخره ای کار گرفتنش. چی عبدالسلام یعنی که چی بود، عبدالسلام تختسون زاده کانی بادام بود، چی از نصرت الله سلیم زاده ایبابا جان غفور رو بود گرفتن بردن در رودکی موندنش، چی از حکمت الله عبدالغفار زاده رودکی بود که گرفتنش، چی از بختیار نظر زاده کلا بود که از کار گرفتنش. یا همینا کارهای هستن که اصلاح جنایت اینا را آشکار میکنه. اینا دیگر راه کارکنی ندارن جز از اینکه باید از قدرت بروند. تنها به رحمان کمک نکنه برای زن و مادر خواهر خط دستگیری انجام بدید. باز این برادر کمکش انجام داد، یگان کس فهمیدش نه در سوخت هیچ نفهمید، هیچ کس نفهمید، نمیفهمه، یگان کس هم نمیفهمه که کی چیکار کرده است. رحمانوف هیچ را درک نداره، هیچ را نمیفهمه، او گردنش بلونی گزی نه امنیتش میفهمه نه هیچ کس. یگان کس نگفتیم که یعنی که کاری کنه که یگان کس بفهمه. هر همکاری اصلاح به مانند هر د چشممون ما حفظش میکنیم مرا، چون که خیانت در امانت در نزد الله جوابگری داره. اصلاح شبکه ملی است، شبکه مردمی و من در هر یک نوار در پیش ملت جوابگوم. در حفظ نوارای اصلاح یک تا در امریکا، یک تا در چین، یک تا در روسیه است، یک تا در اروپا است، در 6-7 جا هر دیسکا گرفتگی موندگیان. در هر حالت در همه کشورها هستند که دوباره آینده نشر شوند. در گوگل
یعنی که اسلام توش کتبه هست، همه اینها چی هستن؟ یعنی که محفوظ هستن، برای که مال ملتن و این مال ملت باید محفوظ بمونه. این نوارای من نیستن، من یک خدمتگار این ملتم و کار ما تا وقتی انجام میتیم و ما علینا الا البلاغ المبین. بیرق با دست یک نفر دیگر میتیم میروه، خدا کنه که بیرق خودم بگیرم بدرم سجده شکر در نزد الله، نماز فتح در دوشنبه انجام بدیم و این آرزوی من است، دعای همیشه در سجدم است. ولی خوب دیگر بازم در قضا و قدر الهی است که الله سبحانه و تعالی خودش اون کاری را که میخواهد انجام میتید. معمون خاطر کارمون هر یک قدمون باید انجام بدیم تا اینکه ما وظیفه ایمانی مونه در مقابل ظالم رحمانوف انجام بدیم. بله برادر سخنگو فرما. رحمت اکوی محمد اقبال، همین هموطنای مراجعاتی من در خارجه بوده، همین 20 تون کاراتون فقط همون استعمالگری پاتریبلاتسکی образжизни میگن، فقط تلفن‌ها میگیرتون، این میگیرتون، نه گپ نیست آش شود، لیکن یک ذره همون درآمد، من میدونم درآمداتون ما شناسایی هم داریم در اونجا، یک ذره بسیار نه обязательно групповой همه گروهی شده یکدیگر کنند. برادر سخنگو اگر من خطا نکنم این همین کامپیوتری که سال 2022 گرفتگی بدیم، همینا یعنی که همین کامپیوتری که شخصیه که می نویسم، یعنی همه کار را میکنم، همینم گرفتگی بدن دایا داره، درست؟ یعنی همین کامپیوتری که در دستی من است، این همین کامپیوتر تو حاضر خدمت داره، این همین کامپیوتر تو حاضر خدمت داره، در مبارزه است. امیدوارم که ان شاء الله در اجر حسناتش در همین برادرها هست. یعنی من اون کار انجام داده هستم که از همین ملت است، از همین مردم است، کارشون انجام داده هستن. هر خدمتی که میکنن الله لا یضیع اجر العاملین، اجر عامل عمل کننده را از بین نمیبرد. شما نمیدونید برکت در زندگیتون در کجا هست. بعضی برادرها زنگ میزنن میگه حضرت منو تماشا نمیکنم، امی زنو مجبورم داره که یگون کار بکنم مبارزه. گفتم امی بعضی از زناتون نباشه شما خودتون نامرده، برای چی برای دفعه هیچ بعضی از زنای همین توجیک هم قدر مردش دیگه هستن که واقعا کارای انجام میتین که بخدا مردا یعنی که نمیدونم چی خصلت دارن. تو مردی، تو باید در مبارزه نستی، باید سهم تا بگذاری. برادرای دیگر از امریکا الله برکتشون بده، یک کامپیوتری که مثلا 7,500 مثلا ارزش داشت گرفتن روان کرد. همیشه در خدمت مبارزه است. یعنی همه این کارای برادرای هستن که انجام میتین. خب او برادر از برادرای خطلانی بود که انجام داد کار. این برادرای سعودی که در شخصی من قرار دارد و کار دارد. برای چی؟ به خاطر که همه چیزی که میکنیم ما از همین ملت است. یعنی که اینه که چیزی که هستن از برادرای امریکا است. 4 سال است کار کرده است. هر چیزی که کار میکند کار کرده است، در خدمت همین مبارزه هست. کار ما کار همین ملت است، به خاطر همین ملت و از همین ملت کارمون انجام میتیم. هر نواری که هست حفظش، چرا که الله میگه نحن نزلنا ذکر و ان له لحافظون، من قرآن نازل کردم و حفظ قرآن در عهده من است. پس من وقتی که همین برنامه ها را حفظش در گردن من مانده شده است تا اینکه من حفظ کنم، من یعنی اداره همین کار را بکنم، پس من با اون وجهی که میدونم که همین کار در هر کجا مشکل میتونه بشه و همه شکلش انجام دادم تا اینکه وضعیت بهترین در حالت مبارزه ادامه پیدا کنه. تنها فعلا حالا در مبارزه آشکارای هر روزه اصلاح موندگی است. پس یعنی که کارمون رو باید انجام بدیم. ما این مبارزه قفاگردی نداره. این راه یا پیروزی است یا رسیدن به حق یا شهادت. دیگر راه نداریم ما. به همون خاطر هیچ وقت خسته نشه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هرگز خستگی را قبول نکنید. اگر شما مؤمن باشید، نگه که ما پیروز نمیشیم، نگه که ما این وظیفه من تو نیست، وظیفه من تو ابلاغ رساندن، عمل کردن، نتیجهش در دست الله هست ان شاء الله. سلامت باشی برادر سخنگو. یگان گپ دیگه باشد گوش بکنید. گپ هست حضرت دوملو اینجا در پیشگفته گفتید که در باجه هاشون پلوی که مقامات قدرتی با روی زوم چنده ایستادن و باجه هاشون ماند، اینجا نامه هایی بای هست، نامه های جوابی هست، نتیجه ها هست. همش فوش نمی کنم. بعضی نماینده ها هست با نامه‌شان خیلی که نسبتی زنی مردم دست درازی کردن، خودشون هنگامی در سری قدرت بودن در زنی آنها همین خیلی خدا کرد که دیگر رو دست درازی میکرد، خودی زنهاشون پاوت میداد. بله.
وای گوش کردم من خونده اینها بود موی سرم خیست. این واقعا این چیز هست. این واقعی است چیزی من باوری 100% باوری دارم. یک چیزی دیگر حضرت دامولا یادآور شود یک بدخشانی که سرش کال بود در روسیه یک افریتیت بود گرفتن زندانی کردن در تاجیکستان نامش چی بود؟ امردین علاوچف. امردین علاوچف شاید همون باشد. هم چچنوک جنگ می شود بدخشانی های امردین علاوچف. هم ویدیوش هست در یوتیوب. همین چچنوک ششنوک گپ میزنه 4 نفر از بدخشان با فکرم موندگی 7-8 نفر از چچنی ها همین خیر سخن کرده ایستاده می برایت تو داشت شده گفته گویا که حسابات داده ایستاده باشند. یعنی بر علم معلوم است که بدخشانی ها از پوزیسیون سیل یعنی از موقع قدرت سخن میکنند. یعنی چچنی ها اچوب داده ایستادند. همین رحمانوف گرفت همین یک افریتیت گرفت و که تاجیکستانی های همجا حمایت میکرد گرفت زد زندانی کرد. من با اون گفتنی که یک چند سال پیش با حکومت نماینده های طالبان در مرز مناقشه شده بود. نماینده تاجیکستان رفتم اونجا گفتشونی اهمیت داده باشد. نماینده طالبان با دوغ پوپیسه سخن میکنند به طرف مقامات قدرتی. فرما دارن مقامات تاجیکی در تاجیکستان خودم شاه طبعا وزیر لوبوی کار میکنم گفته این میدان جنگ میبرن و تو با طالبان میگن که ما برادر هستیم صلح میکنیم. گفته یک لسکیشون سر میکنن با طالبان. یا خانشهر میدان غریبن اینا خانشهر انا خیر در همون امنیت بودی امنیتی سرحد بودی کی بودی فرق ندارد. یعنی مهم است که نماینده دولت هستی. نماینده دولت شده رفته اونجا یک موزه های پایافزالی همون لپوتکه های سلانسی های طالبای لسیده خودت ناچیز کرده کوچکی میدانشون داده آمده اینجا و طالبا حتی سرحد ایرانی ها هم بلوچستان میچی سرحد دارن. ویدیوش هست میگه ما دوای بیام جنگ میکنیم میگه طالبان و ایرانی بیچاره ما جنگ نمیکنیم تو دست شده لوبایش که جنگ میکنه ناموس دارد. مثلا خیلی بسیار ناراضگی ها دارم مثل دخترهای از تعلیم باز داشتن و دیگر مسائل. لیکن یعنی دولتش رو مقام دولتش رو پس نمیکنه نماینده طالبان. و همینش من واقعا اعتراف میکنم مقامات تاجیکستان مرغ شما همتون فقط نسبت مردمی کمزور به پشت و پناه مظلوم از دعای مظلوم بیتر زیرا بین دعای مظلوم و خدا پرده وجود ندارد. فقط مظلوم رو شما هنرتون اگر کافرم باشد اگر کافرم باشد بین مظلوم دعای مظلوم و بین الله پرده وجود ندارد. لانصرنک ولو بعد حین من ترا کمک میکنم اگر بعد از گذشتن چه قدر هم باشد این مظلوم من ترا کمک میکنم. این وعده الله از این ما هیچ وقت به این شک نداریم ما و ان شاء الله پیروز میشیم در مقابل این رژیم لعنتی. این یگان شک ندارم من وقتی که ما ایمانی خالص داریم و گمان نیک به الله من داریم به مانند سایر پیامبران الهی و به مانند پیامبرمون محمد و به مانند اصحاب رسول اکرم ما ایمان و گمان نیک داریم به الله من که بر علیه رحمان ما پیروز میشیم. یگان شک و شبهه در این قضیه ما نداریم. درسته؟ اون غیرت و طالبا همی است که ایمان دارن. همین ایمان که داشته باشه غیرت در ایمان است. غیرت در ایمان است. برای چی؟ به خاطر که اون میدونه که من یعنی که اجلم در دست الله اگر الله نخوانه میبرم. ولی این مقامات رحمان از دزدی و از زنا و از فحشا و از بدبختی یعنی مرغ شدگیند بازار بسر مردم بازورن. ولی ما گفت گپات با او هیچی نیستن دیگه. این مرغ هم بد شدگیند. همین خلاص برادر. واقعا الله هموطنان خارجی منم مسابقه شما با ویزا پاکستان من برای دستگیری کردن کارمندای تکنیکی مسابقه اعلام کردیم. تو آخری برنامه کسی که بسیار سرمایه گذاری کرد دستگیری کرد من اعلام کنه یکم دویم سوم جوکی اگر نشد یکم جای ما اهدا میکنه. آخری برنامه ژورنالیستای تاجیکستان داخل تاجیکستان. سلامت باشه برادر. بارک الله. با امید روزی دیدار موفق باشه.
خوب بازم 50 یورو دیگر رسید الحمدلله بعد از بچه ژورنالیست های سعودی، یعنی که فعلا حالا 100 یورو داریم، یعنی که 500 یورو دیگه باقی مونده است. به خاطر همین یعنی که یک نفر که ما باید که 600 یورو تا روز دهم برسانیم و بعد از اون بازم گفتی گپا ادامه اون چیزی که میشود توکلش به الله. مهم که وظیفه‌مون باید ما و شما انجام بدیم. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. در لایک گذاشتن، پادپیسا به اصلاح مدیا. برادرایی که تماشا دارید از چی میترسید؟ در اروپا و در آمریکا هستید. رحمان قطعی یتیم و تلفن شما رو نمیبینه، تماشا نمیکنه. مرد شدن در کره. شما پادپیسا سلطنه انجام بدید. کانال چی گپشید بازم کارمون انجام میدیم. در مبارزه میکشند، زخمی میشی، یعنی که زندانت میکنن ولی مبارزه تا دوام میدی. تری نیست که ای من دیگه من گفتم با یک کانال یک آدم کار ما انجام میدیم. برای چی؟ به خاطر که من ایمان دارم که من پیروز میشم. ما با شما پیروز میشیم. من ایمانی کامل دارم و گمان نیک به الله هم دارم که ما و شما در مقابل رحمان و فی منحوس علیه لعنه پیروز میشیم و این پیروزی وعده الله هست. نصر و پیروزی از جانب الله هست و این حتما تحقق پیدا میکنه. خوب اچ بله اچ میکروفون تب کشتی بو گرونش که گبزه. خب قلدربek بیا قلدربek بیا. سلام علیکم اکا. علیکم السلام و رحمت الله. واقعا وضعیت روسیه اکا بسیار روز تا روز بدبین شده ایستاده است. بله وضعیت روسیه خیلی بده. یگانه راه نجات ملت تاجیک این وطن تاجیکستان عزیز خودمون باید آباد کنیم. در فکر سفر به سوی وطن باشیم، نه اینکه در فکر رفتن به دیگر دولت ها. خواهیم که دولت از بین رود، مرحمت سفر کنید، براید به اروپا سفر کنید، روید به دیگر جا. بعد از 10 سال 15 سال بین از دولت از بین میرود، به مانند ما سیگانو میگردیم به تشویش. 100%. برادر عزیز، این حکومتی ما واقعا پروایی نه ملتی تاجیک دارد، نه از آبرو از ناموسی تاجیک دارد، به غیر از دزدی و غارت و تهمت کردن. اینها در تهمت باور کنید یک آخه یگان انسان ما ندیدم با مانند اینها این هزار تهمت در سر میبافند. بسیار یک مکار پلید هستند. باید حتما اینها عوض شوند. باید ما اینها را عوض کنیم. باید کسانی که واقعا ظلم کردن اونها باید در نزد این ملت جواب بدن. خود طبقه دوام میکند این فاسدان. طبقه مردم پراکنده میگردن. باید یک راه پیدا کنیم که وطن خود را آباد کنیم. ما اصلا اگر یک حکومتی مردمی باشد، باور کنید اگر محمد ما به یگان دولت محتاج نداریم. بغرض بعض اشیای خوراکواری که وارد تاجیکستان شود، ما خودمون به شک تامین کرده میتونیم. یگان محتاج نیست به دولت رفتن. من همین یک چیز رو اگر محمد ما بسیار همین وقتهای آخر نگاه میکنم، مردم به سوی خصوصا خلق روز به سوی ویتنام میروند برای استراحت. من نشنیدم یگان روس را لااقل آرزوی به سوی تاجیکستان. ما هم بعضی جاهای خوبی دارم، یکی افسوس که یگان کس ذوقی به تاجیکستان برای سیاحت ندارد. به دیگر دولت ها قیمت تمام شرایطش قیمت میخیزن میرن. تاجیکستان بهشت روی دنیا به گفتی او پس و هیچ میخواد همون رفتن. چیه؟ پس من حیران میشم.
100% همین خیلی کجا میره یا وقتی که میبینی که وضعیت یعنی که دولت قشاق ایده دولت قشاق هیچ کس مقصد رفتن نداره. تاجیکستان هم مردمی خودش گریخته ایستن، بچه های رفتگی دیگه هازی میگه نمیدونیم چی کنیم، نمیدونیم چی گپ میشه وضعیت. برای چی؟ به خاطر اینکه مردم دیگر نمیدونن چی کنن. همه دولت اداره در دست یک اویله یک قلدربک گفته گپو دولت در دستشون گرفتگان لوگو کربخان انجام میتین. همین دیگه چی کنیم؟ بله بله بله. خدمات عاقبتشو بخیر کنه. من به گپای شما طرفدار گپای شما هستم، اینه که باید ما واقعا یک فکری مقصد یک فکری عمیق داشته باشیم، به عمل گذاشتن در کار که تا بکی میشه دوام میکنه باشه، تا بکی خصوصا در روسیه اکو به خدا شرم میدونم خود من تاجیک بگم باور میکنی اکو برای در حقیقت آب روی ما را همه خیلی پستی کنه هستن که به خدا اگر خانه در کار چه میپرسه که از کجایی میگه از تاجیکستان، میگه که متاسفانه به این ملت داده نمیشه. آخه چاکر ما چی گناه کردیم؟ بله سلامت باشی برادر گرامی، الله حفظتون کنه و خداوند. عیبی ما چی هست؟ ما چی گناه کردیم؟ ما یگان گناه نداریم، ما بغیر خیر ملت تمام دنیا رو میخوریم. زنده باشید برادر، سلامت باشید. بله سلامت باشی برادر، بارک الله، الله حفظتون کنه. بله سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام علیکم. Прямо ефір даємо? بله در پرامو افیری بفرمایید. از گاز دمیش نه یوش داد. اوه نه گپ زن گوش کسیم همش نویدیسن. بله بفرمو برادر گپ زن. صدا تو شناختی مرا؟ نه من نشناختم، تو نکی نشناس میشیم. گپ زن. من بچه شنبه هم باید مسئله بود. شما در افیر صحبت کنید. اگر اگون گپ در افیر داشته باشید مرحمت، اگر اگون گپ غیر از افیر باشد پس برنامه زنگ زنید. اگون گپ در برنامه باشد اگر بفرمایید. الو. بله تو من مذاکره و فاز من در پرامو افیر. در پرامو افیری بله. سپات برنامه کن. باشه. خب برادر شما در برنامه زنگ زده سه دیگه من نمیفهمم که در وقتی گفتی گپو برنامه نخواست قبول وزارت تندرستی کشور 1100 یعنی که وراچ نمیرسد. در همه کشور 1100 تا دکتر نمیرسه. Наблюдатели больницы Хатлонской и Сагдийской области, а также районных республиканского подчинения, в клиниках, находящихся в подчинении других ведомств, не хватает 117 специалистов. یعنی که واقعا هم 1100 یعنی که دکتر نمیرسه در کشور. این چیزا واقعا هم مشکل است. پس باید کاری را انجام دادن در کاری که برادر گرامی بعضش نوشته است که همه ای گپای یعنی که شما 12 خان یعنی که رفته هستن تاجیکا ارزنده ای امام علی را بعدش دست از آورن. برادر گرامی هیچ وقت فراموش نکنه پیامبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی اومد مردم همه بدین بودن، تحقیرش کردن، جادوگرش گفتن، دیوانش گفتن، ولی کارش انجام داد. امیدوارم که انشالله حالا فعلا در این موضوع صحبت نمیکنم، چون که موضوعی که من میگذارم دقیقا همین موضوع را در روز یکشنبه انشاءالله که میگذارم. و روز یکشنبه موضوع ما در مورد چرا ما یعنی که از پیروز نشده هستیم و خسته شدگی مبارزه، یعنی که و بعضی از حالتهای مهمی که باید هر یک مبارز بدونه، انشاءالله که یک درسی خیلی خوبه برای
تمام مبارزه و افرادی که در قضیه مبارزه فکر دارن انشاءالله که میرسونیم و امیدواریم بتونیم فهمانده تا اینکه مردم بفهمند که چگونه مبارزه و این راه چگونه راه است. رگری بله سلام علیکم. سلام علیکم، امیدوارم خوب هستین استاد گرامی. این برنامه درباره جنازه مرده عبرت میشه و این سگی پیرده. این سگی پیرده اگر عبرت میشید 75 درآمد تا یه وقت عبرت میشید 75 درآمد لعنتی حالی هم مردم حضوریه و مکارگی و بدخواهی و دینستیزی و همین کارش فقط بدرفتاری و با منفیت خود شای پدر سگه. این لعنتی ده یگون چی عبرت نمیشه و این هم میگیری همین مردم جمع میشه و مردم باید نترسن مردک شون. هم خیلی مردک باید شدن در قرآن باید جمع میشوی یک دست میشوی منطقه به منطقه جدا نمیکنی. مفکوره مردم مفکورش عمومالی جزیر کرده گیایده مفکورش منطقه به منطقه جدا کرده گیای. باید مردم آگاه باشه که این منطقه به منطقه جدا شدنی ما هم خیلی دانشمند و عالم و ژورنالیستی هم دانشمند ما از این بله سبب اینمی همه یعنی بدبختی ها چیشی دراز شده کمرانی داره. من 35 سال که عمری من بدخواه لعنتی حکمرانی داره. برای اوی این بینن که دختر 1100 گفتین 1100 دکتر 1000 چند گفتین 1100 دختر اینقدر نمیرسه. اوخی همه دانشمند همه دخترای باسواد همش کو گریختگی هم بیچاره. وقتی که من در مسکو کار میکردم دو دختر بوده، یک تاش вообще بلد ماشینی بود اپراسیونی نمیدونم اما دل جگر اپراسی میکرد. اگه دختر گریه کرده بود من دیدم خودم گریه کرد بچه بوز بالای باسواد با عقل. گفتم من در هم مسکو دیدگیمش دو دختر گراجدنی همونجا شدن. بعد چند فهمیدش برده همونجا اوجه گرفتن و یا در همونجا جوبجوش کردن. اوجه من فهمیدم همونجا در اویلش برده اوجه خونش هم دو دیان با فکرم هم خیلی شد همون رسیه در گرفتنش. من این پدانالات پیرسک هم خیلی میکنه اوخی دانشمند و دموی باسواد میگیره زندانی میکنه میکشه. این سگ مکوره این واقعی مکوره ایده چیکار میکنه همون آدمای بی‌سواد در سر قدرت هم پدر لعنتو بی‌سواد بی‌عقل نفهم کلاخری دم بی‌عقل هیچ نمیفهمن. مفکورشون پوچ کلا دم کرگی اشکانبا برآمدگی میخوای خورشکانبا گشتیان چیکار میکنن حکمرانی کرده گشتیان خونی مردم جفته. آخه این پیرسک کدام مقامدارایی که موندگی در قدرت کدام آدمایی که در برش هستن همه بیرحمن همه بدخواهن همه بیسوادن همه چوپونی لعنتیان. همین آدمای بیرحم و پدر لعنتوی پدر سگوی موندگی این تنها مردم باید آگاه باشه. اگر هم خیلی خاموش ایستادن ما نابودی ما است بیوطنی ما است. باید مردم آگاه باشه. باید همون مقامدار خودتون هم آگاه باشین. من هر برنامه هم میگم شما کلاخرو نمیفهمین نکیم اگر کم خیر رفتن گیره شما سگو بعد افسوس میخورین. اگر که همی بچه شوه 100% شما سگو همتون سرنگون میکنن همی بچه سگ شوه. نکیم که بچهش هم اگر شویم ناممکن است اگر شویم دولگه نمیروم. این لعنتی دولگه نمیروم. ولی سگ حرکتی تو جانکنی تو بفایده چی دخترت کو نمیشه و شلوه دراو میپره میره. اگر این بچه تم شوه همین هم میپره میره و دراو. یگان تا شما از اویله نمیتونین کنید دیگر بالاخره شما شکست میخورین. شما تمام شدگین. همین سگ امام علی پوتینی لعنتی قپیدگی. همین امام علی که دفع شده تمام شکست میخوره. حکومت روسیه که دفع شد 900% جو به جو میپرن میرون. همین
мардумам ҳаму гохел мақомдорое ки дар ҳаму дурун ҳастанд аз ҳаму ҳукумати Россия камтар ҳазар мекунанд. лекин мафкураи инои ҳаму эмомалӣ хурдагӣ айдам системаи асабшон дар ҳаму пешвои мои бобои мои дадаи мои шӯи очаи мо гуфта гаштиянд. барои аввай дигар тарса канор гузорен, мард шавен, мард шавен. дар бариш истода айдастон ягон чинае биё, ман намедонам шумо чӣ хеле марден, дар пеши занотон чӣ хеле хом мерен, алло шумо хор кина. ҳамун занотонам маҷбур катитон ҳамун меистада мега ба дили шақорат мекунатона мега ҳама чӣ ҳама ҳақората мекунае маҷбурай дигар бечора занай дигар чӣ кор кина дигар ҳамун меиста бадит мебинаи хай дигар илоҷи надора. ҳамун занотонам шумоя бад мебинад. алло шумоя хор кина. шумо ҳамун мардонагитона дар занотон часпонен чотка мешавад. алло шумоя хор кина. ман якчанд мисра Эмомалӣ лаънатида як шеъра гум устозҷон баъд тезаш бигӣ ки даршиамс пирсаги ёбоия ин дашти қипчоқ қия паникаи холия мебинам музиқ мешам. мунофиқу ахмақа бачаи майрам шалақа пирбузбалаи ахмақа мебинам музиқ мешам. ватанфурӯши маккора чақири мардумозора ин дилсанги динситеза мебинам музиқ мешам. гарданбалони газея сатргири модарона қоришканбаи ҳайвона мебинам музиқ мешам. ошиқи мочахара қоришканбаи гушная бачаи майрам шалавая мебинам музиқ мешам. дар 35 сари сол бо макр подшоҳӣ кунад, мардумозорӣ кунад, динситези раҷима мебинам музиқ мешам. алло иноя хор кина. мо пирӯз хоҳем шуд, мо иншоалло пирӯз хоҳем шуд устоз. бо амри парвардигор ин сагонош ҳамаш сарнагун мешаванд. агар ки ҳамун замонш биёя баъд иншоалло баъд ино иншоалло саломат бошед шеринар. баракаллоҳ. аллоҳ ҷавоб хоҳанд гуфт. иншоалло кам ки бо амри ман чунки хоб шадидагим мо пирӯз хоҳем шуд. ман ҳамин Эмомалӣ ба по хестагӣ шудам. ман вақте ки ба по хестак баъди касал шудак ба по хестак пеш аз ҳамин буд. валлоҳу алам пеш аз ҳамин хестануш ман хобумда дидум пиштораш кардум, лекин ман пишторам дангалаш додум. вақте ки чанд моҳ пеш буд, қариб 1 сол пеш буд ки касал буд, мардум дуо мекунанд ки тесарак бубра ту пиштораш кай. намезанӣ я шата паданалата боши пиштораш мекунӣ лаънати. не баъди хестагиш лаънатия баъди хестагиш пиштораш кардум. баъде ки хеста пеш аз вай ба уже хестагда парвардигор ҳамихе аён карда дар қудрату меҳрубониш мурум мефаҳмумда устоза ки мефаҳм. баъд ҳамин хестак пишторам ба гирифтум дангалаш кардум. гирифтум аку парвардигор огоҳ кард ки ин саг хестак, лекин гирифтум дангалаш кардум. агар дангалаш намекардум пиштум паданалат мумкин зарарам мерасонд. гирифтум дангалаш кардум. пеш аз мана огоҳ шудан ман духтароша хоб дидум. ин лаънати ҳаму духтари дуюмангиша хоб дидум. як бори дигарам ҳамтари ҳама вақт ховш медидум қатиш ҳамтари разбор дорум. ин дафъа ховш дидам ҳамита рафтам ачоқш гирифтасам ҳамтари чиюм ӯ бо кадом ясигодро бахудо нигоҳ кунед дӯстош нарасидесан. ӯ хандам гирифтааст мақсад ҳамтари чиюм акамта қатиш салом кардесан ӯ ҳамита ҷиқидесаст ман ҳамита дӯстум ҳамтария мега ӯ акс мекунад нигоҳ кунед дӯстоша пурра накас ҳамита просто қабдаги ҳамтари дӯстша нарасондааст. гуфтум охи алло лаънатш кунам барои чӣ тари кардам нафаҳмидаисам. ма ин сага устоз як камтара гап мегум дарав мебурам. ма ин сага вақте ки касал шуд дар ҳақиқат ҳамон вақте ки ман хоб дидум ман дар баландӣ будум. ин дар паси ин кия гуфтум Эмомалӣ гуфтанд ки Эмомалӣ хушрӯ вай накардам. ҳамин касал буд дар ҳақиқат хаи маккора хест ба по бо пеш аз хестаншам хоб дидум ки пиштора кардум пиштум партофтум. чанд қадар пеш будак ман духтароша хоб дидум. як дука заметка доранд мана. баъд уже мана огоҳ шудан пеш аз намедонистанд мана. баъд мана огоҳ шудан через ҳамун телефон фаҳмиданд. баъд мана номерма доданд ки огоҳ шудан. ҳамун чанд моҳ пеш ман хобумда дидаги будум. баъд мана огоҳ шудан ҳамаша пешакӣ дидам ба амри парвардигор. лекин ман тоҷикистон дуромадум. ман допрос кардагим одамое ки мисол
برای فهمیدن خودم چیکار کردم چی شد چی اینا من در باید راست عملی کن در کورای خوب آه. قطعی نمیشه. سلامت باشی نه بارک الله الله حفظ عملی سلامت باشی برادر. خوب بله ما واقعا باید در واقعیت های حالی را امروزه را گپ زنیم. برادرها چند نفر وارد شدن وطن 665 و اما بوریس و فعلا خبر رسید الحمدلله ما نه امروز بابا شدیم الحمدلله نویرادار شدیم تا کنه در حقش خداوند فرزند صالحش بگردونه و الله فرزندیامون بیشتر و بیشتر بگردونه الحمدلله. خوب بله وطن 665 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت خداوند این مثل خود دم ندارد هم تا مبارزی اشدی کنه ده نفری دوستش بودم تری رحمانوف چه خیلی دوست می‌داره رحمانوف همون هم خدا هم تری الهی که پروردگار یکی از بهترین فرزند این ملتش کنه. آمین. همون خواکاتون التماس میکنیم همون ریگاری نه یک دو برنامه یاد گرفته بودی گپزنی را با هم مرا کشم میکنی خیلی باید برنامه دیگه ده بگین شوخی خلاص دیگه اگم گپ نیست انشالله. سلامت باشی. بله در موضوع صحبت کنیم. مثلا موضوع گپ زنیم و کی ای چینم داره لعنت کرده الله عبرت میگیره یا نمیگیره؟ عبرت میگیره ای جنازه میکنه بلوی سری شهید خمینی رفت شهید سعید خمینی رفت عبرت میگیره یا نمیگیره؟ خب شهید سعید علی خمینی نداشت سمالیاتی 100 میلیون نداشت بزرگا را مناپولیا نکرده بود دمو داشت ایرا عبرت نگرفتن. خیلی خوب. خمینی دورای سماپال دختراش نمیفروختی دمو داشت ما امروز ما دیدیم در ازیا پیلوس چخیل کار کردیسن как будто کی کار کردیسن завод هم محکم کنین اویلر هم محکم کنین کریستال هم محکم کنین بگو نمیشوه میون تو نمیقفه. شرکت کریستال شده است شرکت کریستال شده است 120 میلیون دلار دولت برای او را گروچی بودجه گذاشته است برای ساختن شیشه و برای همی ای کیسش میگیره در کیسش پدنالات میمونه ای بودجه دولت میگیره در چیزای خصوصی میمونه ای الله لعنتش کنه بسیار یعنی که بدبخته این پدر سگا سری نداره سری نداره همه خیلی هیله میکنه نمیوز این نمیوز رفته مثال نمیجه دم بین برنامه بگم این نقشه در نبودم رفته این اینجا وی میکنه ایجا وی میکنه یک سال 365 روز 366 روز های درست این پا در یک روز 5-6 بار اینشاءات وی میکنه او این قدر اینشاءاتو گجوشی یا بار برق بگر همون جای رفتگید یا بار بگو همون اینشاءاتی که ما وی کردم همون کار میکنه رود سیاه را میزند دمادت میگیرش یا دخترت یا پگش در پژارنیک میاد شوری موریش میکنه بین ما میبره 4 تا آمد پریود مسکو برین این مسکو در سر قوری مچخری مایرم رفت تمام او این شد این قدر اگر تو کدی این قدر این شد او دیگه این مردم ما نمیگیم برینی مردم خودش میروه زیغ نشه دوملو این مردم ما هم گفتیم نرفتن این مردم خودش میروه مطمئن باش ما هم خیلی کو اووری گفتی سامد نگاه کده ولی بستین چی میشه خب خمینی کنی تیلو را مناپولیا نکرده بود اگر این قدره که او پول مول داشت در دولت شوک برند نداشت ویسکی 200-500 دلار نمیخورد این آقا طرفدارای نامو لعنت کرده گوش کنین پگاناتون تاری کشول غلام وری امیر هم عقل رحمانو لاپوستا را میبینیم منه اکی گنرالاشو مسخره میکنه کو امورا بگو بعد میگن که آبروی توجیک پس شده برادر برامد گفت آبروی توجیک همین سر قدر داره در همین روسیه دوملو توجیک قدر نداره یا واقعا گفتن در کورد سیگان میگه او سیگان بخچه برون داره آخی
یا سیگان یک ابگو برونم یک قوتا میکنه مورا چی در درون توجیکستان توجیک آقا زچوما میکنه میکشه میگیره زمیناشو میگیره مناپولیا میکنه اینا من مثال عادی میارم وقت اینجا یکم شرش کنه کنتور نیست کی ما پیش خمون گپ زنیم درست اینجا دا این با حرکت ما سریوس نه اصلاحات خون مردمی های این یک با پیش خودت بگو جوابگو میشه مثال میارم قربانی بخ کلخوز مسکو را پون زمینا را گرفته تو وافچکی تو گامی گفته گرفته من عمل بریم ببینیم نه هم خنسته همین خیلی نالوگا شکیرم ایتا راست همی اویلر هم ایتا توجیک هم طریق برای اویلا کار کرده است پراوتا با اویلا را میتی نومر میگیری با اویلا را میتی سیاه شیشه را میگیری با اویلا را میتی پلی برق میتی با اوچوچکو رستم بیلینگی را دینا تماشا کرده برنامه را به نزدش تو اشمو پول گرفته با اویلا رفته است پلی راه میتی با اویلا را میتی IRS دوشنبه خوجان میره با اویلا را داده است تمامی مونوپولیا مردمی سوخت فعلا اگر بخواهند که برنج بیارن باید در شمسلا صاحب برای بخری برنج قزاقستان تو خودت حق نداره از قزاقستان برنج وارد کنی تمام حیات کشور در دست اویلا یگان چیز بنزین بخری باید به شمسلای صاحب فابتی به فراز آبتی مکتب میرای کودک لابراتوری باید بگذره به شرکت فراز آبتی تمام کار یعنی که اوتیلیزاسیا باید به شمسلای صاحب فابتی میرای خونه تقفل میگه بکنم در یعنی که چینم داره در نتاریوس باید چیزایی که شمسلای صاحب کردگی به همون رابطی ما فقط برای همین اویلا را کار کیساسی میلاد یگان گپ خبر نیست بنزین در افغانستان استاد بنزین در افغانستان 8 تومن و 20 درهم در تاجیکستان 17 سوم چند سوم آخه وقتی که در ایران ازادن گفتن جنگ شد خوار میونه ده نرخ خبر داشت گفتن چی گپه گفت در خوار میونه جنگ این آواز یوجدم جنگ نبود در 2 روز پیش اینا نو سر شد زوادای ایران کور کیسه اما کاک پالوز نه کور کیسه خبر چی باید قیمت های چرا در قرقیزستان قیمت نیست 8 تومن های 7 تومن های نه اینا 8 سوم شد 5 سوم بود 7 سوم شد نه 8 سوم شد و ما از قزاقستان میگیریم نه روسیه در کور داریم نه ایجده بونه میکنه ایسو میکشش ای اولودی کسافت پچ مو دیونه این چین خب مسئله چیه استاد انا نرسیدن دختر خیلی مردکو استاد پول قیمت هم میتن دیپلم هم میخرن پول قیمت هم میتن وظیفه را میگیرن اویلیکوشون کم میوخه با اون اویلی که کم پول قیمت بتی و جای کورا بخری همه دونه ایلا جای کورا میخری دروغ نگین مقامات شما در اینجا هیله نکن هیلاتون هم میگذارم ما همون جایی خب برای نمیه این تری میشه درسته برادر مثلا نمی بلینجیکی استاد نمی بلینجیکی را گفتی ایرا ما پیشتر گفته بودیم نمی ما چیم داره برق ما چند سو بله بیلینگ یعنی در همون چوچکای ما همونجا بودم خود به خود میخیست بعد همین کنترلی را فیروت کم گفتم ای بچه اینا چک خود رنگ یودم اومدی پول گرفتی ای دایی تلفنای قدرشون میته گفت گوش که میگه برادر یا میگه 50 سوم قرضور بهش نته میگم میوم نمی الکتریک شوچک تا میبره میگه یک سخن گفتن نمیتونی گفتم که خب درست بعد یک جو اومده این میگه ما اولادی کسافت هیلایخ چونه تمام خب که برفتیم شوچکو دیگه قرضور مونده این مردمی شنبه ده که نو رسید ما یک خط ایسکرا یکی بود نو رسیدگی نو خستی سای مردم اخی یا بفهمین اولی سنتیابر های پیشه اولی سنتیابر ما همه تسلو میگیم اولی نو هفتون میکنم پول کور کسای و همه پول ایو او به پرست تک تر اولادی کسافت رحمون فوی میته هیچ یوی نمیته اولی ای تاری هیلا و نایران کسای ای شوی کسای و شکسای و محکم میشه و همه دروغ اولی سنتیابر های پیشه اولی بستین شما هم سنتیابر شوه هم توجیکا بلو میزانه یه همه شیوری ما ایو خیلی مایلی زنده و سلامت باشی استاد خدا نگهبانت خب بله بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید در پادپیساسیا با کانال اصلاح مدیا که نوارهای هر روزه را میمونیم هر روز نوار میروه ان شاء الله دیگه
نوارهایی که بچه‌ها کار کردگی بودن الحمدلله دیروز اونایش که نشر نشده بودن دوباره واستنوید کردن. همون خاطر پادپیساس به شبکه یوتیوبی اصلاح مدیا یکی از وظیفه‌های اصلی مبارزه است که پادپیساس کنه تا اینکه یعنی که مردم بیشتر ببینه. پادپیساس شما سبب بیشتر دیده شدن مردم میشه. همون خاطر یعنی که کارتون انجام بدید. انا برادر مبارز بعد از اون برادر عمران. بله برادر مبارز فهم. دوملو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این دوستوریه که ان شاء الله در اوایل شما تبریک میکنیم. بگذار که خداوند در راه راست در راه میره صراط المستقیم هدایتش کنه و هم یک مبارز که و خداوند داره همین مبارزش کنه نه که در درون در داخل دولت مبارزش کنه زیدی باباش یکی باباش یگو کارای زیدی خدای یگان کارو که درمو نه باباش خدا پای یگان کار غلط نمیکنه زیغ نشه. نه مثالی گپ ما در روی حق هستیم. ما در روی حق انشالله که مصرف نمیشیم. بله انشالله دوملا پروردگار با هم قوت نوگیت زیاد کنه دوملا. بعد چی گفتنیم درباره موضوعی که موندی که خدای رحمان از مرگ یا که از مرده عبرت میگیره یا نه؟ وقتی یک نفری که در اویلش سر یک چهال در نگرفته است فقط یک مو اکش بسیاری بعد نوشید تلخکف شید مرد. هم میگه که نادیده یک میبینم تلخکف میشه میمره. همون خیلی خورد زیادی از حد زیاد مرد. همون را دید مرگی همون را دیگر همونو حالی مرگی فرزند ندیده است. مرگی دیگران گرد اطراف شدیدگی نیست. برای اون فکر میکنه که مثل فرعون واره که مردنی نیست. اگر این فکر مرگ میکرد 5 سال 6 سال پیش همون کرسی پرزیدنتیش هم میگذاشت میگو که آزاده یا بیا بشین یا که همون فرزندش که عالم یا دارنده نمیدونم چند عنوانهای علمی رستم یعنی با لقب گنگ همون را میواد جایگزینی خودش میکرد. این مردنی نیست و تا روزی که با ایران چند لایف دما دمی افیراد گفتگیم دوملو تا روزی که دمی قرتقش همین نفس میره و میویکو این میسته در قدرت این میسته همی که داروی خرش میزنن داروی خوگش میزنن داروی کرکدیلش میزنن نمیدونم ارنگون تنگش میزنن این همی گفتی همو گفو که رفته و با کارش کردن میگیره. به هر حساب میگردیم دوملو در وضع اقتصادی دولت نرخ نوا هم در داخل دولت دوچند زیاد شد. معاشی که رحمانوف هر سال 20% 15% زیاد میکنه نرخ‌ها 100% بلند شدن. وضعیت روسیه هم داره تا حال از حساب از همه که جهت بد میشود مشکل میشود. به همه معلومه که اوکراین داره همون جاهای که برای اقتصادیات روسیه واردات میاره و غنی میگردونه و همون اقتصادیات روسیه همون جاها را خراب داره. نرخ نوای بنزین سلرکه و نمیدونم دیگر روش بالا رفت. رحمانوف هم داره دیگه باید یک پارتیاری خوب یا که یک دولت بیاد که با همکاری کنه دیگه. ایران مردم میدونن که یک اویله بندیتی در درون تاجیکستان یک کورپسیونی و یک نام چیه مونوپولیان دیگه میدونن که اگر یگان مال یگان چیزای سوزشواری بتیم از اینا پول گرفتن قینای برای یا وقت پدنالتا را پول نقد ختمتی خیال منن پول شخصی خچوای همه هلا هم نیرنگ میکنن امید 80 هست میکشند روی دیگه نداره یا که مثل اکایزای سعی باره میبرن یک حیات زندانی میکنن و به ها کذا همین مسئله مرگ گفتی فراموش نکن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاءت سکرة الموت بالحق ما كنت منه تحید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم یعنی که و جاءت سکرة الموت بالحق وقتی که همون سکره همون حالتی انسان وقتی که از یعنی که در حالتی که همون حالتی از قبض جان می آید از همون یعنی که بهوش می شود قبضی تلخی جان کندن یعنی این قضیه عادی نیست یعنی این حتما یعنی که ذالک ما کنت منه تحید همیشه از این میگریختی. ایرا الله آشکارا گفته و جاءت سکرة الموت بالحق ما کنت منه تحید یعنی که وقتی سکره مرگ اومد ما کنت منه تحید یعنی که ذالک ما کنت منه تحید که همیشه میگریختی که نم بری ولی میرسد حتما او حتما مرگ میرسد. حق است دولا حق است. ما میخوام که مرگ ای بدبخت مثل آریل شارون مثل خوب
در یک کویکه همین خدام کرده بود باید داشته باشی بعضی رسانه ها افشاش میکنن نشون میده رسمش من میخوام که انا میخوام مرگ تلخ بچشه همه جوانایی را که بیگناه در زندان کرده رفت کش و همیشه همیا من میخوام که یک سگ مر کنه این همی سگ باید او نمره سگ مثل انشاءالله که خداوند به همه اینها را یعنی که خیلی که فرعون انونجی که به بدنی که لیتکون آیت للعالمین الله سبحانه و تعالی اینا یعنی که همون نشانه برای من در مثال در اپروس موندگیم که عبرت می شود یعنی که عبرت شود منظور که عبرت شود تا اینکه عبرت برای لیمن یعتبر عبرت بگیرن که نمیته رحمان فیکی 35 سال ظلم کرد نمیته حالاتش این همین خیلی با سختی ممبر میرود تو فکر نکن که تو یگان آدمی هستی که اینه که حالتی بهتر میتونی باشی و تو پوچو باشی تو کسی هر کسی باشی تو در نزد الله هم بیا بنده ای هم خیلی جانت میبره پدنالت میرای و گفتی که پا نهایت سوء و بد را یعنی که برای عبرت برای افرادی که عبرت میگیرند چون که مرگ عبرت ای هادیم لذات ای لذت از بین برنده است او آدمی که در ماشینای لکسوس و تایوتا و نمیدونم ماشینا قیمت سوار میشه در بالای تابوتی چوی سوارد میکنن میبرند یعنی که انا ای قضیه وضعیت به همون خاطر یعنی که عبرت شدن هم کار عادی نیست داملا ما براش آرزو دارم که یک دردی دراز مدت یعنی با جان کنی همین که در همون کویکه خوبش ترک کنه مردم بیزار شون از تازه کردن یکی همون یک نگاه بین با یک همون چوب میزی که نمرود در سرش زد همین که در هم سرش زنه بمبره آنم خیلی مرگ میخوره بدبخته انشالله داملا خداوند نگهدارت باشه حضرت سلامت باشه سلامت باشه سلامت باشه خوب دیگر این قضیه معلوم است بله برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله برادر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته حیاک الله دوست عزیز ما محمد اقبال خوب هستین ان شاء الله سلامت باشه برادر خیلی مبارک باشد مولد نو خداوند خرسندی چشم پدر و مادرش و شما گرداند خیلی از خبری خوش خرسند شدیم خداوند برکت و سر بلندانه به وطن برگرداند ان شاء الله که فکر داریم که یا عبدالرحمن یا مثنا یکی از نام ها ان شاء الله که بگذاریمش خدا خیر کو ببینیم ان شاء الله یا عمران عمران بسیار داریم عمران بسیار داریم چند نام عمران داریم که یعنی که داریم عمران به همون خاطر یعنی که عبدالله داریم معاویه داریم یعنی که گفتی گپا ولی منظور که یک نامای با عبدالرحمن یا ان شاء الله مصنف ان شاء الله خیلی خرسندم خیلی حال پرسه کنم گفتم دوست عزیز ما از خرسندش شریک شویم و دیدیم کانال شما محکم شده است خیلی غمگین شدیم چی گپ شد این مبارزه کانال تا محکم میکنن کانال درست میشه ولی مبارزه مازین الی یوم الدین هیچ وقت به یکون راه ما را نمیتونن یعنی که از بین برده همه که شهید شدیم بعد خلاص دیگه اوس پیش الله میره میگیم الله ما کارمون انجام دادیم هر چیزی که میتونیم ماشاءالله ماشاءالله لیکن خیلی شعر نار خود شما هست باور کنید بسیار آدم هستن که در راه مونده میشن خسته میشن میپرتن لیکن ماشاءالله خداوند قوت یاد حق رسانده سید خیلی در این چیز ما از قفای شما دعا میکنیم که خدا قوت یاد آمین ان شاء الله که برای همین موضوع روز یکشنبه مخصوص برنامه‌مون برای همین ادامه مبارزه و خسته شدن و گمان بد به الله کردن میگذاریم تا اینکه برادرایی که یعنی که واقعا هم از تاریخ سیرت رسول اکرم از سیرت پیامبران گذشته آگاهی ندارند تا اینکه بفهمیم حضرت نون حضرت ذنون حضرت یونس در حالت ترک کردن دعوت الله چیکارش کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گپ شد تا حیاتی بزرگا و پیامبرا را نفهمه اگر در مبارزه انسان انمین است که اعتقاد و عقیده داشتن مهمترین چیز است تو عالم فقه باش تو عالم تفسیر باش ولی تو عقیده را نتونی فهمیده تو نمیتونی مبارزه برده مبارزه تو واقعا صادقانه نیست شخصی که با دیدگاه و عقیده سالم در مبارزه میبره انا همون است رستگار این راهی آدمای چاپلوس ترسو کسلی مردم همه دبل نیستن من گفتم ان شاء الله ما دعا میکنیم که خداوند یعنی که خوب به دنیا بیاید
ولی من راه ما ترک نکردم. بچم در حالت بود که از گوشش خون میریخت، 85% حالت مرگش بود. من گفتم برنامه من پیش میبرم. برای چی؟ برای اینکه این راهی من است. من اگر هر جایی که برم جز شیشتن راهی دیگر ندارم. پس راهی من مبارزه است و این از صدق در همین راه است. هر کسی که الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر محسن از بین نمیبره. همه وقت باید که تو راسخ در عملت باشی و الله سبحانه و تعالی صدق تو را ببینه و حتما در دل افرادی که گوش میکنن میبینن جایگاه مد را که یعنی که من برای چی مبارزه برده استم. یا آدم دیگه گفت خدا در جای من میشه، میگفت من کار ما انجام دادم، زندگیم تنجه، تجارت بیزنس خدمت میکنم، فرزندام تربیت میکنم، این است برای من مهم. ولی من اون کار جای خودش، ولی خدمت برای ملت و مردم در راه الله این یکی از اساس مهمی شخصی عقیده دار و مبارز. هر یک مبارز این کار انجام بده. والله در همین خیلی خرسند میشم که مثلا خدا آسان کنه. میگم راست میگه، ده کم آدم که خیلی ثابت میموند و برای همین از کسی رو نپرسید قریب که 99% مردم تاجیک محمد اقبال رو میشناسن و میدونن هدفش چیه. ماشاءالله این خورد. بعد در 70% بچهای اصلاح با همین خلاصه اومدن که همین بچه‌ای که در همین تلکانالن همین خسته شدن. میدونی که زحمت کم نه، زحمت اساسی را من کشیدم. با که من مینویسم، من یعنی که ثبت میکنم، خواب نمیکنم، زحمت یگان جا نمیرم، هم در فکر استراحت یگان جا من کار انجام میتیم. ولی اونایی که کارای من انجام میتین خسته اونا میشون. اگه استاد مسئله ایتری شده که بیا دیگه بسش کنیم، یگان کار نمیکنیم، کارمون ادامه داره. مطاف ما تا نهایت یا پیروزی یا شهادت دیگر راه نداره. نصر از جانب الله است. هیچ وقت مخصص نمیشیم در این راه. این راه نیست که الله این مسئولیت بر نزد افرادی صادقش میتیه. وقتی فردی که صادق است، پس پیامبر لد نخورد، پیامبر تحقیرش نکردن، پیامبر آزار ندید. ولی آیا گشت؟ آیا مال پول اصلاح 6 میلیون دلار گفتن میتیمت بندش یا در اختیار ما بسپارش؟ گفتیم نه، به پول رفت. ولی من برای من انا همین صدقم مهم است که الله میفهمه او را. ماشاءالله خدا قبول کنه، خدا قبول کنه. باور کنید خیلی خرسند میشم، خیلی از شنونده خرسند میشم. بعد در برنامه آینده تونم گفتنی هم که پیشکی گم کن با برادران شناسایی که شما شناس هستن با اونها هم این چیز تعلق دارد که مثال میبرم وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم دعوت میکردن مردم هم تو دروغگو میگفت، خداوند با قصد اونها بالعکس میگفت که نه تو رسول هستی، تو رسول. چند آیات هست که تکرارا میگفت تو رسول هستی، تو رسول هستی. یعنی انسان وقتی که از یک طرف پدیشکی معنوی هست یا وای هست این قوت میتید. برای هم دوستان باید قدر قیمت کنن و خاصتا این شاگردا و منتشرکا اینا باید بالعکس دستگیری کنن. واقعا خسته میشوند. بچه بیچاره 24 ساعت زحمت میکشه، یعنی که این قدر کار میکنه، خواب نمیکنه، یعنی که هدف تنها مبارزه است. ولی وقتی میبینه که قدر یعنی که همه یکونش از بین نرفته است، همه چیز ثبت هست، همه چیز هست، دوباره کارمون شروع میکنیم با کانال جدید با همون شیوه رفتن میگیرد. شکل همین است دیگه. یعنی صدق است. تو کارت انجام بدی مهم نیست که تو یعنی کانالای 100,000 همین اصلاح یعنی که همین قدر آدم میدید آخر وقت به همون کانال 230,000. ولی حالا با همین کانال هم آدم دیده است، یگان مشکل وجود ندارد. مهم یعنی که تو صادق باش، الله در اختیار تو مسخر میکند اون چیزی که تو در آرزوش نیست، در نیتش نداری. به همون خاطر بله با اون هم رسوند که در شریعت یعنی در اسلام یعنی خداوند از نتیجه نمیپرسد، خداوند از کار میپرسد که تو آیا کم کار کردی نکرد. نتیجه به دست ما شما نه، نتیجه به دست خداوند. زیرا که این ما مبارزه میبریم در هدف رسد نرسد نتیجه به دست خداوند. لیکن خداوند میپرسد که آیا تو خانه بشیشتی رنگی ضعیفا یا خیسه رنگی مرد خیسه کار کردی؟ میپرسد ان شاء الله. 100% همین است. همین همیشه میگیم ما درس‌ها داریم، درس‌های عقیده هر روز سه شنبه و پنج شنبه در روز درس‌های عقیده هم بیان می‌داریم. ان شاء الله که این قضیه را باید که همه ملت بفهمد این مسئله ها، تا اینکه مبارزه راهی نیست که
مثلا باید در میانه راه پرتفته شود و دیگر مبارزه نبره و بگه من کار ما انجام دادم، در حالی یه آدم دیگه باشه میگه من 10 سال مبارزه برده هستم دیگه با استافت را به یه آدم دیگه دادم، ولی این استافت خلاص نمیشود. تا وقت زنده ای باید در راه حق مبارزه بری، باید ابلاغ و رساننده حق باشی. اگر کوتاهی کردی یعنی که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، غمگین نشو. تو اصلاح شکستن، زدنم، زخمی شدم، حقارتم کردن، این جای خستگی نیست. این راه هست که یعنی که همین مشکلات را تحمل میکنی که برای تو جنات رضوان الله مهیا میکنه. همین است. والله خیلی خیلی خرسند میشم وقتی که برنامه دیدم کانال نو با بورز دوام دارد، واقعا خیلی سلام به آسمان رفته رسید که ما دا این شعری نره این مرد که راه افتادن نمیشه. ان شاء الله که راهمون ادامه میتیم برادر. ان شاء الله موضوعی که گفته درباره موضوع هم کمی صحبت نکن غیر چسبید کانال هست آوازه؟ بله هست، آوازی هست. بله حاج میرزا در یک امر معروف گفته بودن که همین تابوت خودش امر معروف میگفتن، کسی تابوت بیند این خودش با خودش امر معروف میگفتن که امروز نوبتی او پگاه نوبتی تو، باید تیار شو. هم میگفتن همون خیلی همین گپشون تاثیر کرده بوده، امر معروف خیلی خوب بوده. لیکن یک همین حیات تجربه دیدم که آدم وقتی که دلش مهر زدگی باشد، دلش ای گناه بسیار سیاه شده باشد، همین بحر دو بلک شود، آسمان فرشته هم نازل شودم او تغییر نمی‌یابد. این کلام تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. علی میگه نماز بخون قبل از اینکه یصلی علیک، یعنی قبل از اینکه بر تو نماز میگذارن تو نماز بخون. ولی رحمان نماز نخوند الله لعنتش کنه این پیربوز بلای به ایمانه. ولی ان شاء الله که امیدوارم که نماز هم خوندن نمیشه بر این. ولی این قبل از اینکه تصلی علیک یگان چاپلوسی به ایمان اگر بره و این نماز بخونه و که نمیدونم بابا کی نماز میخونه، ولی مسلمان نباید در جنازه ای لعنتی اشتراک کنه، چون که این شخصی نیست که این جنازه کرده شه. جنازه هم میره تاثیر هم نداره. البته این جنازه چی تاثیرش داره اگر همین دوستی عزیز ان شاء الله خدا برکت عطا پیش ما اومد و صحبت میکنیم. بعد دیدارتون خوشحالیم، خدا قوت کارتون آسان کند. بسیار باور دارم که بسیار مخلصای شما طرفدار شما هستن و افسوس برنامه برآمد کردن نمیتونن، لیکن خیلی بسیارن، خیلی بسیار هستن و شما رو دستگیری میکنن. ان شاء الله که به پیش خدا آسان کند به هدف رسین و ان شاء الله رکند دور نیست ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله و برکاته. خوب بله، واقعا ما و شما وضعیت و حالت عمومی کشور برای هر یک آدمی ما معلوم است و امیدواریم که اگر چندی که ما میدونیم که رحمانوف یعنی که پند نمیگیرد، ولی ما وظیفمون ابلاغ است، ما میرسانیم تا اینکه روز قیامت گفته نشود که آیا تو رحمانوف گفتی؟ میگه میگم الله گفتیمش، هم مردم هم شاهدن که ما گفتیمش، مهمترینه که نگفته باشیمش و هر شکل واسطه خبرش کنیم. ولی بازم گفت که انا ربکم الاعلی، منم پروردگار بزرگ شما و امروز الله در قبضه تو است و خودت میدونی رحمانوف. و ما یعنی که محکمه عادلانه این ملت اگر در تاجیکستان برپا شد که دلمون یخ شد، خب دیگر اونش میموند به یعنی که آخرت عذابش نزد الله هست. ولی ما قبل از این که خودش الله در قرآن میگه که قصاص حیات است برای شما یا اولو الالباب و این ملت قصاص میخواهد. از این قدر کشته شده، از این قدر زندان شده، از این قدر تحقیر شده، از این قدر پناهنده، از این قدر مهاجر، از این قدر حق خورده، از این قدر یعنی که در حالتهای بد قرار داشته، از این قدر پرابلم‌ها این ملت میخواهد که یعنی که شفای صدور مؤمنین باشه تا اینکه حق و اون چیزی که نصر مبین برای این ملت میآید و این ظالما سرنگون میشوند. پس باید این مسئله را همیشه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این رحمانوف در قبضه این ملت بتیه و در محکمه عادلانه این ملت مجازات شود، نه اینکه پیروزی را برای ما با عطا کنه و مانند بشار بگریزه بروه. ای الله رحمانوف در دست این ملت بتی و این ملت در محکمه عادلانه بشنونش.
چخیلی که همسایه باید عبرت میگه، همسایه از همسایه یعنی که عبرت میگیره، خربزه یا رنگ میگیره خربزه از خربزه، ولی تشریف باید برای اسی پلید پند باشه که انا همو خیلی بقچه انا مود گفتی که پا جکچنگ باید پند بگیره که این طریق حالت ها با سرش میویه. این قدر آدم را به دست شما کشتن شما فکر میکنه شما را رنگی همو چیزی قاضی میمونن تون میگرده، تری نیست. یعنی که و تلک الایام نداولها بین الناس میگه الله، این روزهایی هستن که در گردشش گذاشتم من برای میان مردم تا اینکه هر شکل یعنی که تغییر میخورد. به همون خاطر ما نه وظیفه داریم نه مقام داریم، هر وظیفه داریم وظیفه مبارزه، وظیفه مبارزه بردن در این راهی که یعنی که راهی حق و راهی استوار میکشنمون میزننمون زندانیمون میکنن تهمتمون میکنن تحقیرمون میکنن، ولی میگم الحمدلله اگر ما خب میکردیم میشتیم هیچ کسی نمیگفت. میبرمدم منم یعنی که دعوت دینی من انجام میدادم یگان مشکل نبود، دعوت دینی من انجام میدادم خلاص میرفتم یگان کس یگان گپ نمیگو او خیلی که در همه حالت مردم میگن، ولی مهم چی است؟ مهم این است که دعوتی که ما انجام دادیم به خاطر آزاد شدن دعوت دینیمون است. اگر ما مبارزه سیاسی رو انجام ندیم، ما اگر فهمی سیاسی را برای ملت مردم نفهمونیم، ما اگر از ظلم رژیم ظالمانه رحمانوف آگاه نکنیم ملت، یعنی این ملت او دعوتی که انجام میدید تطبیق اون این غیر امکان است، نه امکان ناپذیر است. و اگر منم دعوت نکنم یا برادر دیگه دعوت دینیش انجام داده است یا در یک دعوت های دیگر میش نگوش میکنه، ولی هیچ کس در مقابل رحمانوف گپ نزده است و میدان میماند خالی و من شک میکنم که الله از ما مؤاخذه نکنه. انا همون برادرایی که دعوت دینی دارن یعنی که همه مسلمان در زیر شمشیری حق زندگی میکنه، چی عالمش چی دهقانش چی همش درست انا زیر سایه شمشیری یعنی که گویندگان سخن حق. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی مؤاخذه را از علمای دیگرمون نمیکنه که اونها خداوند برکتشو بده موفقش کنه دعوتاشون انجام بدن تا مردم بفهمونن، ولی اون مجال دعوت و راه فهموندن و راه ابلاغ آنچه که رسول اکرم برای این امت اسلام آورد و وظیفه ما ابلاغ مسائل سیاسی و روزمره که این ملت آزاد میکند و این دعوت هایی از بیرون به داخل کشور میرود و مردم آزادانه زندگانی میکنند. پس الله سبحانه و تعالی ما را ثابت قدم و استوار نگه بدارد تا اینکه بتونیم در این راه مبارزه مونه ان شاء الله که ادامه بدیم تا آن روزی که الله سبحانه و تعالی موفقیت برای ما و شما نصیب و روزی میگرداند و ان شاء الله که وعده الله نزدیک است و ما هرگز گمان نداریم که الله ما را موفق نمیکند و موفقیت در دست الله است و پیروزی در دست الله است، ملک الله است، بندگان الله است و تمام اینها در ملک و زیر اراده و اداره الله سبحانه و تعالی است و هیچ کسی و هیچ چیزی از زیر اداره و از زیر اراده الله فرار نمیتواند بکند. و همون خاطر موفقیتی که ما و شما خداوند ما را اگر موفق بکنه این برای تمام بخشا و برای تمام آن چیزی که برای آینده این ملت میتواند با یک وضعیت و حالت نیک ان شاء الله که انجام شود، خداوند ما و شما را با آن روزهای نیک و با آن وضعیت و حالتهای خوب ان شاء الله که برسانم. خداوند موفقیت پیروزی را نصیبمون بگرداند. بیننده عزیز گرامی، برنامه ما هم تقریبا رسید به 2.5 ساعت، بله به 2.5 ساعت رسید و دیگر وقتی زیادی برادر و خواهرا را نمیگیریم. یک نفر در اومد از بنام زلای، ولی بله زلای بفرما. زلای میکروفون تا گیرم که گبزه گیزالا زلای نمیگیم گیزالا میگیم گبزه زلای. بله میکروفون تا گیرم که گبزه و فیلم گپ زده نمیتونه. خوب گیزالا مو گپ نزد. خوب
بله بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که الله سبحانه و تعالی موفقیت پیروزی را نصیب میکنه و برادران حقو و برادرانی که میتونن کار برای مبارزه انجام تین تماس ببرید تا اینکه ما کارمون انجام بدیم و کار ما انجام دادن، یعنی که حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نبردهایی که قرار داشت از اصحابش کمک طلب میکرد، در حالی که دعا میکرد الله براش کوه طلا را میداد و یکی از سرمایه‌دارترین مردان زمین میتونست باشه، ولی از آن چیزی که موجود بود استفاده میکرد تا یک یعنی که آینده برای امتش یک درسی نشود که ای پیامبر بود دعا کرد خداوند طلا را دادش کارش انجام داد. نه، همون از حضرت عثمان طلب کرد، از حضرت عبدالرحمن ابن عوف، از اصحاب دیگرش هر کاری که بود طلب کرد تا اینکه در مبارزه انجام دهد کاری را. پس ما و شما هم امت همون پیامبریم و با همین ملت و با همین امتیم، کار انجام میتیم باید یعنی که با ظالمان نباشه، یعنی که اون چیزی که انجام میتید در خدمت ظالمان قرار نگیرید، چون خدمت ظالمان آینده بد دارد، هم در نسلتون، هم در زندگیتون، هم در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. میتواند که یک تاجر تاجیک کاملا یعنی که همین مبارزه ما را بگه که ما یعنی که شما کارتون انجام بدید ما دستگیری از ما است، ولی مردانی واقعا هم کمبغل این ملت چنانه که پیامبر اولین دعوتش با همون کمبغلا شروع کرد، ما هم یعنی که چنانه که میگن الاسلام کان غریبا سیعود کما کان، اسلام غریب بود و باز هم با همون حالت غریبیش برمیگردد. یعنی که ان شاء الله که ما هم همون راه پیموده هستیم و الله از ما قبول کرده باشد صدق ما را در این یعنی راه و در این وضعیت و در این حالتهای سنگین، ولی ان شاء الله ما پیروز میشیم. امیدوارم، من یگون نمود خیلی ذره شک ندارم در پیروزیم و پیروزی ما پیروزی ملت، پیروزی مردم کشور، آزادی از دست این ظالمانی که این ملت به این وضعیت ها و به این حالت های بد و وخیم آوردند و رسانیدند. خوب بیننده عزیز و گرامی، در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید. 60 نفر در اصلاح لایف لایک خودش گذاشته است و در اصلاح لایف تقریبا 80 نفر یعنی که آواز دادن. 89% نه قدرت کور کردگی رحمانوفه، 11% بله یا پند میگیرد یا عبرت میشود برای یعنی آینده هایی که اگر پند نگیرد. و در کانال اصلاح فیلم در کانال اصلاح میدیا گذاشتگی نیستن چنون داره اون چرا نگذاشتن اپروسا نگذاشتن، ممکن اپروسا در خودی صاحب شست و موندگین در اصلاح لایف در اصلاح میدیا. خوب دیگر مهم پادپیساس به شبکه اصلاح میدیا کوشش کنید و هر روزه نوارهای ما رفتن میگیرن از این بعد و امیدواریم که انشاءالله کار انجام باید بتیم و در این راه ما تنها اگر با هر راهی که باشه ما کارمون انجام میتیم و ما میدونیم که الله با ماست، چون که الله هر شخصی که صادقانه در این راهش کارش انجام بتیه خداوند اجر عاملین بیکار نکرده است و لا یضیع اجر العاملین. افرادی که عمل میکنن یعنی که اونها هیچ وقت یعنی که بیهوده و برعبث نمیتوانند باشند. چرا؟ چون ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر مثقال ذره نیکی و بدی که انسان انجام میتید حتما اون خواهد دید. پس الله سبحانه و تعالی در عملهای ما و کردارهای ما عملهای نیک کرامان کاتبین بنویسند و ما را از جمله افراد بگرداند که در این راه صادقانه و استوار در مقابل این رژیم منحوس مبارزه خودمون ان شاء الله که تا رسیدن به مطاف، تا رسیدن به حق ان شاء الله که انجام خواهیم داد. خوب 215 نفر در اصلاح میدیا لایک خودش گذاشته است ولی 1100 نفر 1200 نفر تماشا شده. فیسبوک 1070 نفر تماشا شده. خوب فیسبوک همون نمیگیم برادرها با نام و فامیل خودشون باشن، ولی در کانال اصلاح میدیا لایک های خودتون رو بگذارید. امیدواریم که در پادپیساسیا و اصلاح میدیا بیشتر پادپیساسیا میکنن که هر چقدر که عدد بیننده عدد آبونچی بیشتر باشد ریکامنداسیا یوتیوب هم بیشتر می شود و بیشتر شدن عدد ریکامنداسیا و یک تاجیک ناآگاه دیگر تاثیر خودش ان شاء الله دارد. و هر صبح برنامه های
ما را از کانال اصلاح مدیا انتظار باشید و اینچنین در اصلاح تیوی یعنی که گوگل هم گذاشته می شود، میتونن در اونجا ببینن و برادرانی که فنی منتج میدونن و میتونن ما را کمک کنن، اگر موقتی هم باشد بخواهن کمک به اصلاح بکنن، اگر 5-6 نوار هم بتونن یعنی که انجام داده، پس این کمک به ما هست، کمک به مبارزه است، کمک در این راه است. خداوند موفق مون کنه و الله پیروزی را نصیب و روزی ما بگرداند. خوب بیننده عزیز و گرامی، در اخیر دعا میکنیم که الله رحمان و پند بده تا اینکه از این عمل ها پند بگیرد، از این تابوت ها و جنازه ها، یا اینکه عبرتش بگردان لمن یعتبر، برای عبرت گیرنده شدن آدم های آینده، چنانه که جسد فرعون یعنی که نجات دادی تا اینکه یک نشانه و آیت برای آیندگان باشند. خداوند رحمان و یا عبرت بگیرد یا اصلاح شود، یا اینکه عبرت برای آیندگان بگردان تا روز قیامت لعنت بر این کثیف پیاپی بر او و بر دودمان کثیفش همیشه روانه باشد. خداوند پیروزی را نصیب ما بگرداند و زندانی های بیگناه این ملت از زندان های منحوس این رژیم نجات بتید. الله همه فضل و کرمش بالای ما هرچی تیزتر و هرچی زودتر برساند و الله ترس از دل جوانان این ملت بردارد و خداوند آن چیزی که برای ما و شما مهم هست عنایت کند تا اینکه ما و شما در راهی که قرار داریم، این راهی آسان نیست و این راه هست که راه بزرگان این ملت، بزرگان این امت، بزرگان این دین تا وقت رسیدن به یقین، تا وقت رسیدن به مرگ در راهشون بودند و ادامه دادند. خداوند ما را از جمله چنین افراد بگردان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.